به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل واصف در برنامه درخش حق. اینک امروز برادران عزیز برنامه درباره آن است که باید ما مردم تاجیک سرجم بشیم. هدف همین است. برادران عزیز بگیم که کسانی که ما را تماشا میکنن خواهش میکنیم که نوشته بکنین که صدای ما خوب است، سیمای ما خوب است. اگر یگان کمبودی باشه در وقتی برنامه شما میتونه که بنویسین، انشالله که ما اصلاح میکنیم. خب نگاه بکنین که برادران گرامی، ما هدف برنامه های ما همین است که مردم با ما بپیوندد، زنگ بزنه. برادرای عزیز، انشالله که انقلاب هم نزدیک آمدگی. من خیلی شاد هستم که برادرها زیاد می نویسن، بگیم که فکر نظرهاشون میگن یا که می نویسن یگان چی پیشنهاد میکنن باید چیکار باید کرد. خیلی من تشکری میکنم که برادرای عزیز به طرف نیسته، میبروی فکر نظرهاتون میگه یا که زنگ میزنه یا ای طرف یا ایو طرف، یک بگیم که هماهنگی میشوه. این خیلی خوب است که ما مردم تاجیک بین همدیگر بگیم که راه پیدا میکنیم، صحبت میکنیم، بگیم که یارو دوست بشیم. وقتی که ما بگیم که نفرها زیاد این مون با اون مون صحبت میکنیم، باور بکنیم ما سر یک مسئله اومده میتونیم که یگان کار بکنیم. ما مردم باید سرجم بشیم، از داخل بخیزیم، نه اینکه اروپا یا امریکا یا که روسیه یا که یگان جای دیگه. ما باید مردم جمع بکنیم، مردم تیار بکنیم باید چی کارها بکنن. دیروز باور که در فیسبوک یک نوار تماشا کردم در شهر یاوون، به فکرم بود یا که در خطا نکنم اگر، یک جدا بزکشی همین ادیره باور که همین خیلی بقلشکا و کلیونکا و همین موسر کردگی رفتگیان مردم. ما اینجا دعوت میکنیم مردم که پگه انشاءالله که ما انقلاب کردیم باید ایخه موسر نشوه، شاخ یه درخت نشکنه، باید یگان کسا آزار نتی. هدف ما تنها رحمانوف است، یگان چیزی دیگر نه. ما تنها رحمانوف میخواهیم که نباشه دیگه، بگیم که خلاص. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. کسانی که ما را تماشا میکنه لایکاتون رو بگذاره، بگیم که به یار و دوستاتون نوار رو بفرسته. کسانی که میخواهند که صحبت بکنن برادران عزیز میتونه که طریق لینک وارد استودیو شه، فکر نظرهاتون رو بگین که چی کار باید کرد برای انقلاب. تنها درباره انقلاب میخواهم که مردم صحبت بکنن که باید چی کارها ما بکنیم. فکر نظر مردم مهم است برای ما. به همین خاطر بی‌طرف نباشه، بگیم که کامنت بکنه، بنویسه، چخیلی که گفتم به یار و دوستاتون بفرسته نواره. این خیلی کمک میشه در مبارزه برای ما که دیگر نفرها را هم بگیم که ما را میبینن سر یک مسئله بگیم که تیزتر میویم. باور کنه چند نوارها بود میخواستم بگذارم اینجا توی رستم. اینا تنها رقص سرود باشد، رقص باشد، همین در فکر یگان چیز نیستن. این من خواهش میکنم که اگر یگان بگیم که حکومتی هم باشد یا که یگان طرفدار رژیم هم باشد، بیاید دستاوردهای رحمانوفه بگه، بیاید بگه که شهر اینه خیلی آباد شده است، اینه خیلی شیده شده، یا که بگیم که برق هست 24 ساعت تا 20 لیمیت های. این چیزا بیان صحبت کنن، یگان مشکلی نیست. من از برادرانی که بگیم ما را تماشا میکنن پیروی ما هستن
خواهش من همین است که برادرای عزیز شما شرط نیست که اینجا برای صحبت بکنید. شما رقم تلفن در بگوش استراکم موندگی اینجا برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. بگیم که نوشته بکنین در واتساپ، انشالله که سر یک مسئله میاییم. نوشته بکنین انشالله که سر یک مسئله میاییم. خب بخشش زیاد اینجا یک نفر غم داده است. خب خب اینجا یک دو برادر نوشته است. من خواهش میکنم که وقتی برنامه تنها میتونه که شما زنگ بزنین یا که وارد استودیو بشین. برادرای عزیز اینجا می نویسین. من خواهش میکنم که بگیم وقتی برنامه تنها بنویسه، انشالله بعد پس از برنامه من میتونم که به شما بگیم که هم صحبت شوم. بعضی وقتی برنامه است من در نوشتجات شما در واتساپ جواب داده نمیتونم. خب هدف از برنامه های ما چی است برادران عزیز؟ ما باید هر کس برنامه خچه داره، هر کس میخواد که پیشنهاد بکنه به مردم یک چیزی رو بگیم که مردم او را دستگیری بکنن. چند قه حزب حرکت ها هستند، چند قه همین چیزها حزب های سیاسی هستند که بگیم که همین خیلی به مثل ما پیدا شدن. یک نفر برآمد دعوت کرد، دیگرها را اومدن بگیم که سر یک مسئله و بعد بگیم که اومدن دیگه بر رسمیت اونها را شناختن. همین خیلی به همین خاطر که ما هم دعوایی بگیم که یک نظامی مردمی داریم. به همین خاطر اگر مردم ما را قبول میکنه خوش به حالشون، که انشالله که نیتی خوب میگن نیمی دولت است. ما میخواهیم که در تاجیکستان سوید یکم باشه، تا 18 ساله گودکپلی باشه، безработиц باشه. برای безработиц مثال یک مبلغ داده شود که اون انسان از گشنگی هم مثال نمره، یا که بگیم یگان کار تا کار یافتنش مثال حکومت اون نگاه بکنه. نخواهد که ما حکومت میخواهیم. و همین خاطر بی‌طرف نباشه برادرای عزیز. کسانی که ما را تماشا میکنن خواهش همین است که لایکاتون رو بگذاره، بگیم که با یار و دوستاتون نوا را بفرسته که ما طول چند ساعت دیگر اینجا با شما هستیم برادرای عزیز. پسان بگیم که خداحافظی میکنیم. با همین خاطر بی‌طرف نباشه برادرای عزیز. فکر نظرها را بنویسه. اینا نگاه کنه که بگیم که زمینی که در خیتای دادن، در زمینی که در خیتای دادن میگه که دوجه یکان چیز نبود. یک نوا را میمونیم گوش میکنیم، انشالله پس دربارش صحبت میکنیم. که وی طرفین داده شده بودن در اون منطقه تا امروز ما یگان کان یا ظهورات نبود که ما به جانب خطای اونا داده باشیم. و با این کار اساساً سرکار دارد کمیته زمین اداره زمین و گردیزی
کمیته دولتی و شاید که اگر به انجام رسیده باشد تا این وقت اگر یگان کن یا ظهورات میشد ما وابسته به این مسئله هم سپارش میگرفتیم و هم حجت ها را آماده میکردیم. خوشبختانه تا امروز یگان سپارش هم نیست و ما از روی حجت های گیولوژی میدونیم که در اینجا یگان ظهورات یا کن نیست و خوشبختانه امروز هست حجت یادداشت تفاهم بین خدمات گیولوژی چکلی که من در اخبارات هم دادم یادداشت تفاهم اویدی آموزشی منطقه‌ای نزدی سرحدی بین تاجیکستان و خیتای و ما من 5 سال است این کار رفته ایستاده است ادامه دارد یک قسمی وابسته به نتیجه های این کارها یک قسمی کارها همین سال جاری از جانب متخصصان هم تاجیکی و هم خیتایی معرفی کرده شد در مرکزی داده های علوم زمین شناسی در سراداره گیولوژی و من فکر میکنم که اون آموزشی که ما امروز گذراننده ایستادیم برای آینده این یک حجتی یک تحکرسی برای همکاری های طرفین بین دو کشوری دوست می شود. خب اینا دروغ میگن. باور کنی خیتای همون زمینی که گرفتگی باور که یگان نفر رشدش کردگی هم که زمینی رشدش کردگی اونجا در بسیار چیزها بودن نه که اینا قایل نمیشون. بگیم که خرقتی لخ پرش دادن. اگر ما صدا بلند بکنیم ناراضگی بیان بکنیم که حکومت ما داره سرحدهای ما را بگیم که میفروشه به خیتای نمیدونم به قرقیزستان یا که به یگان جای دیگر ما برای بگیم که طرفدارای این رژیم یا که خائن هستیم یا که نمیدونم وطن فروش هستیم. وطن فروش اونی است که در سر قدرت امروز باور بکنید وطن فروش این نفرایی نیستن که آزادی میخواهند. ما میخواهیم که در تاجیکستان به مثل دیگر دولت ها آزادی باشد. ما را ملاهامون بردن محکم کردن، ژورنالیستامون بردن محکم کردن، نمیدونم حقوق شناسامون بردن محکم کردن. کسی که بگیم که چشم دیدن نداشت همین رژیم، این رژیم چو کرد برد اونا را محکم کرد. همین سید جعفر عثمانزاده را بردن محکم کردن باور کنید. ولی اینجا خبرها رسیدگیه که گله فقط داملا عبدالرحیم کلابی بگیم که بازداشت کردگیان. حکومت باور کنه گنده خطا میکنه. ایقا خطای زیاد دیگر نمیشوه. شما یک نفر بگیم که میبخشه بعد یک چند قبط بگیم که اگه با گفتی خطان شما بخشیدش بعد بود پاش یگان گناه هم میپیچونه و میگه که بگیم که این یگان گناه کرده بعد با میبره زندان میکنه. من یک نه 10 نفر میتونم همین مثال بیارم که همین حکومت ما یکم بخشیدگی شد و بردگی زندانش کردگی بعد 1 ماه 1 سال. خب به همین خاطر چند نفر ها میبرویان بگیم که دعوت میکنن که بیای بس بکنی، بیای مبارزه را بس بکنی، بگیم که زیدی عملی رحمانوف گپ نزنی، بیای شما را حکومت میبخشه. من یک چی میگم، شما همون انسان هایی که برده بگناه محکمشون کرده اونا را ببخشی، اونها را بگیم که آزاد بکنی. شما بگیم که مشکلی مردم حل بکنی،
دنبال ما نگرده که ما چی کار میکنیم. شما دنبال بهبود زندگی مردم بگرده. مردم جای کار تامین بکنه، معاش خوب، نمیدونم اونیورسیتت ها بسازه که یک کادر تیار کرده بتونه این کارها را بکنه. ما تنها کمبودی های شما سخن میکنیم، ما خواهینیم یا که نمیدونم یگان وطن فروش هم میخیله که چه من وطن فروش میشیدم که من بگیم که 10,000 کیلومتر تقریبا از تاجیکستان دورم، من تاجیکستان چه میفروشم. گفتیم یک یهودی که باور کرد رحمانوف ای کورپاشه بگیم که زلالش زیادتر ای چیم ای مردمی که امروز ما در اروپا بگیم که زیدیتی یکون چی میگیم. ما خنیتره نمیمکیم که بات زلال برسونیم. ما رنگ خنخر نیستیم. ما میخواهیم که برای یک حکومت دیگر بیاید، عادل باشه، برای آزادی سخن باشه. یک نفر بگیم که تنقید کرد یک رئیس جمهور یا که رئیس ناحیه را یا که یک چیز دیگر را بگیم که برده زندان نشوند یا که به مثل خواهر ما شکرانه حکیمова تنها پرسیده است که نفوذ چین در تاجیکستان چقدر است. به همین خاطر بگیم که گرفتن اونا زندانی کردن با 230,000 سومون دیگه شه بگیم که کنفیسکاسیون ایموشیستا. شما بدبختا برده ترمه کرده بستیتون نکرد با 230,000 سومون دیگه شه گرفته. دو کودک او چی میخره؟ چی میپوشه؟ ما بدونم که حکومت ما یگان کودک پلی میتیه، یک نمیدونم یک نظام درست داره. گپ نیست که بگیم که ای پدر مادر چیزی میخواهی بگیری. یگان کار اینو درست کرده نتونستن، بازم امروز باشه بگیم که مردم میبرن شکنجه میکنن، زندان میکنن، سومشا میگیرن. من چند بار شد میگم که شما سری راه ما را گرفتن نمیتونه. سری راه ما را شما تنها یک خیل میتونه گرفته که اگر در تاجیکستان جای کار بسازه، اگر در تاجیکستان سوید بتین به مردم، اگر معاش خوب بتین، اگر اینترنتی خوب است، نمیدونم فضا آزاد است، دیگه مردم احمق نیسته که بگیم که دنبال مخالفین بگردن و بگیم تنها ما را گوش بکنن. وقتی که حکومت این کارها را نمیکنه، ما وعده میتیم که برادرای عزیز اگر ما بیایم سری قدرت و شما بگیم که زندگی خوب، زندگی درخشان وعده میکنیم، باور کنیم مردم مطمئن باشه که مردم بگیم که دیگه طرفداری ایمو میکنن. مردم هم میخواد دیگرگونی در تاجیکستان. مردم باور کنه من چند نفر حقیقتی هم صحبت شدم، باور که نفرهایی که در حکومت کار میکنن باور کنه بیزارم. باور بکنید زیادها انسان‌هایی هستن که میگه که من غیر قانونی کار کردگی نیستم. چیزی که قانون های هم تا کار کردگیم. یگان نفر شکنجه نکردم، یگان نفر پستوید نکردم. من خیلی نفرها را میشناسم. واقعا خیلی آدم ها هستن. پرسته من چند باشید همون انسان ها را دعوت میکنم برادرای عزیز، شما با عمدی حکومت نشه، رنیلی پوز نه بسر شما میایم. این حکومت هم خیلی نامرده که ولی تا باید که بگیم که رستم به سر قدرت میاره، تا رستم به سر قدرت آوردن ولی بسیار انسان هایی که در تاجیکستان هستن اونا زندانی میشوند. باور کنید اس یتیموف دیگر این همی کلان شما کو باور کنید خار میشه. بیای به طرف میلاد بگرده، بیای بگیم یک کاری بکنیم که
زندگی خوب درست بکنه برای مردم. شما خودتونم زندگی خوب کرده بتونید. من مطمئنم که مردم شریف تاجیکستان بگیم که کدام نفری که میخواه با مردم باشه، مردم بگیم که اونا میبخشه برای که کار کرده تو نیست. بیای همکاری بکنیم، بیای بگیم که ای تاجیک ما دشمن نتراشیم، بیای ما کاری بکنیم که ای دشمن تاجیک تروریست، اکستریمیست، افراطگرا و دیگر چی نتراشیم. ما یگان چیز نیستیم. ما یک ملتی با فرهنگ، ما یک ملتی با آبرو هستیم. باید ما زندگی خوب داشته باشیم نظر به دیگر بگیم که قوم و ملت ها. باور بکنید چیزایی که تاجیک ها پیردومید کردگیان یا که ساختگیان، خب اینجا در چند کسان نوشته برادرای عزیز خواهش میکنم که وقتی برنامه ده من نمیتونم جواب داده، به همین خاطر به طرف نباشه. بیای برادرای عزیز فکر نظرهاتون نوشته بکنه. انشاءالله که پس از برنامه آدمایی که در واتساپ می نویسه برادرای عزیز انشاءالله که من جواب خواهم داد. خب برادران عزیز ما را 100 چند نفر تماشا داره. خواهش میکنیم برادران عزیز به طرف نباشه، لایک هاتون بگذاره، نوارا به یار دوستاتون بفرسته برادران عزیز که ما همگی بتونیم یگان کار کرده. خب یک رقص رحمانوف بنویم یا که یک زبانی ما وقتی صحبت میکنیم با گوش دیگران که گویا ما شعر خوانده ایستاده با آن فقط میمونم وای میکنم سوال وای کنیم درست میسد وای میکنم تکنولوژی را وای کردم ماده کارا بودجت وای کردی 11 تا وای کردی نه خودتون حمیده وای میکنم کره جنوبی وای کرده است ما وای نداریم با دیگر وای باشد 4 بانک وای کرد وای آموخته حقوقشم وای میکنم میبینم حاضر ما وای نکردم دیگر کارهای وای میکنن سوادی وای نداشته باشد اما وای دیگرش خب وای کرده ایست وای نشده از یاری تاجیلی اول کردن نکن وای طلبات زمانی وای جواب کرده وای کرده آورد وای داشته باشن چقدر وای داریم چقدر داریم چشمای وای داریم از آدمای دیگر وای کردیم. همه جالبیش چه همین رحمانوف همین کلمه وایش من باور که میخوام که یگان طرفدار حکومت برای که من همین سوال بکنم که همین وای چی معنی داره. همین وای در گیجه باید استفاده کرد. همه جالبش در آخر شه پیشنهاد کردن و وای کردن رو بینیم از چقدر جنگل های ما وای همین چیزی طبیعی خانه ها میمونن وای میکنن یا طرزی وای شد گرم کردنی بعد همین زونایی وای تمام وای استعمالش در داخل وای نکنید دیگر رو وای کرد خیلی حالت های وای میشه که حالا وای کردن نتوانست سوسی وای میکنن بینیو. خب این همین کلمه وای من خواهش میکنم که طرفدار رحمانوف بروی تفسیر کنه برای ما را که همین وای چی معنی داره.
و در گیجا باید استفاده کرد. یک رئیس جمهوری که در برآمدش بگیم که 100 بار وای میگه، وای چی معنی داره؟ شما مردم شریف تاجیکستان ولی مردم ها زیاد فکر میکنن که باید اکادمیک باشی، باید بگیم که خطا نامزدی بمونی برای پرزیدنتی، یا که نمیدونم یگان خیلی جنتلمن باشی که باید بگیم که بخوای که رئیس جمهور بشه. برادر عزیز، من مطمئنم که چند بارم گفتم، بازم میگم که یک کلوش ای رحمانو زیادتر آواز میگیره، برای که کلوش خدمت میکنه برای مردم، میپشوننش، نمیدونم تای پای گوش میروه یا که نمیدونم صحرا میروه، بگیم که کلوش خوبتره. باور کنی این انسان چند بار شد میگم، بازم میگم که این به مثل نوکیا بیلای نه، این نمیتونه بگیم که فونکسیونش دیگه نمیبردارن چیزهای نو. امروز دنیا پیش رفته شده، چی با تاجیکستان نمیتونه پیش رفته یک قدم. ما زیاد چیزها داریم، تنها رحمانوف همون چیزهای ما را اشیای خام میفروشه. ما میتونیم که در حکومت خودمان بگیم که چیزهای بسازیم. حاجی یک پر دیسکای ماشین مثال میگیریم، ای 500 یورو تا 2500 یورو را من همینجا میبینم که الومینتی هم. چون ما نمیتونیم همین چیزا دیسکای ماشین مثال ببریم که الومینتی دیسکا این قیمتره در اروپا، همه چگونی هم بزنن میشکنن، الومینتی قیمته. چون ما نمیتونیم بگیم که ماشین نبریم، لااقل دیسکای ماشین میتونیم که برآورده، همون دیسکای لیتی که مثال جوانهای ما ذوق دارن به هم کلیساهای بگیم لیتی. هزار چیزهایی هست که در ما هست، چیزهاش تنها بگیم که رحمانوف نتونست یک متخصص تیار بکنه که بیان همون اشیای خام بگیم که به چیزی وای مبدل بگردونن. باور بکنید مردم، ما اگر سرجم بشیم، ما اگر رحمانوف بخپیم یک طرفه بکنیم، زندگی مردم باور که 10 چند خوب میشه. یک سال ممکن کمی مشکلی باشه، نه که یک 6 ماه، یک سال انشالله که دیگر بگیم که فضا آزاد باشه، حکومت مردمی باشه، بگیم که تاجرها بگیم ای خارج بیان در تاجیکستان بگیم که کار بکنن، ما میتونیم که یه دولت پیشرفته بشیم، به مثل دبی، قطر، به مثل نمیدونم دولت‌های پیشرفته. حکومت ما به جایی که بگیم که دهقان‌ها را پدر جوید بکنه، چیکار میکنه؟ دیروز بود، پریروز بود، یک نوار یک برادر روان کرد، دیگه نخواستم راستش اینجا بگذارم. زمین‌های گندم، بگیم گندم خشب بسته است، اونجا میخوان که جفت بکنن، پخته بکنن. پخته برای فایدهش به کیه؟ فایدهش به اولاد رحمانوف، به قصر بچه‌های رحمانوف. شما وقتی که پخته میکنه باید دهقان‌ها پیشکی بگیم که سپاریش بتیه، یا که بگه که شما این همه هکتار زمین پخته بکنی. وقتی که یک بیچاره زحمت میکشه، اون زمین ها آب میگن، دارو میگن، تکنیکا میگن، چند نفر اونجا کار میکنه، بعد شما یک روز میای میگه که نه گندم در کار نیست، پخته کردن در کار. اینقدر مهنت های مردم، اینقدر چیزایی که مردم مصرف کردن در روز زمین کی جبران میکنه؟ ما بدونم که حکومت ما بگیم که این چیزا جبران میکنه و پخته بکنن، یگان گپ نیست. حیف همون بگیم همون دهقان ها که حیف همون مهنت هاشون که مهنت میکنن، بازم بگیم که حکومت بگیم که اونها کمک نمیکنه، بازم میان میگن که پخته را بگیره،
بگیم که وای بکره گفتیم رحمانوف پخته باور بکنید من در یک اویله دهقان به دنیا آمدگیم. وقتی که کلخوز بود، کلخوز رسپا چید، فرمیر شید، همینجا ما بگیم که زمین داشتیم. مثال اگر به ما را 25 تن 30 تن پخته اگر میفرمیدن، ما بگیم که 4-5 تن زیاد میدادیم. ای نخچه زیاد ما میدادیم. وقتی که کلخوز رسپا چید، فرمیر شید، باور بکنید زمین هایی که قرضدار شدن. چه زمین قرضدار میشه؟ زمین های بگیم که آبی ساز $5,000 بگیم که قرضدار شده یک هکتارش. چه که ما در همین زمین ها کار کردیم، شما چی قدر میگفتیم ما شما بزیاتی میدادیم، زمین قرضدار میشده. این یک طرزی پلکار کردن. وقتی که زمین ها را بگیم کلخوز رسپا چید، هر کس پلدار بود زمین گرفت. آدمای بی پل نتونستن زمین گرفته. آدمایی که واقعا دهقان بودن با اونها تا حال زمین نرسیده است. سهمیه‌شان گیجا شد. بگیم که سهم باید هر یک خواجگی داشته باشه که بگیم به نام اونها اومدن پلدارها گرفتن. این فرمیری همین خیلی یک قانون خودی داره که اگر تو کار نکنی تو خارج میشه، سهمت بگیم اونجا میمونه و تو خارج میشه. اینا بگیم که کلا همین خیلی مردم کسانی که سهم داشتن همیشه بین بردن، بگیم گفتن که شما کار نمیکنه یک به اگه مردم همه برای بگیم همو غوزه پایش برای یک چیزش میرفت کار میکرد. اومدن پلدارو زمین ها گرفتن، نیمش گرفت باغ کرد، زمین های خوب گرفتن باغ کردن. شما باغ میتونه که در اگران صحرا برین بکنین، یا زمین هایی که رشد هوا جای آبی است اونجا باید نمیدونم پخته کاریده بشه و اونجا باید نمیدونم یکان چیز دیگر کاریده بشه. یکی اومدن چکار کردن؟ زمین ها را گرفتن. در دست دهقان یکان چیز نیست. مردم شریف تاجیکستان بیاید دستگیری بکنین. انشاءالله در حکومت آینده ما زمین های بگیم که کسانی که دهقان هستند واقعا سهم دارند در همون زمین ها، بگیم 50-100 سال اخیر در همون منطقه زندگی دارند، شما نصیب شما میگرده و شما بر میگرده این چیزها. باور بکنید امروز نمیدونم از چون گیجا اومدگی است، بگیم در منطقه ما یک 10 هکتار 20 هکتار زمینه جاهای خوبه گرفتگی. ما نفرهایی که در اونجا 100 سالها زیاد چیز زندگی میکنیم بگیم که ما سهم نداریم. همین خاطر ما میخوایم که حق به حقدار برسه. ما میخوایم که بگیم که زمین های مردم غصب کرده نشوند. من میخوام که خیرمن هایی که بدن بگیم که عبرت ند بگیم که بر جاهاشون بیان، فرمه هایی که بدن باید که اونا به خانه بگیم که فروخته نشوند. اونا باید فرمه گاو باید بشوند. اونا بگیم که خیرمن ها باید با خیرمن باشن. مسجد ها را در اینا بستن. بازی مردت در گیجا جنازه میکنی در بگیم مزار میبری اونجا در طور سر قبر میستی جنازه میکنی اونجا گروش میکنی. اگر بارون باشه، اگر برف باشه، اگر هوا گرم باشه فرق نداره برای اینا. پیشتر بگیم که در مسجد یک خانچه بود، مثال مرده را اونجا میشوشتن، بعد جنازه میکردن، بعد میگرفتن بگیم که بر مزار میبردن. امروز ها بگیم همه چیزه تنگ کردن برای مردم. در کدام باره که ما گپ نزنیم در اونجا مشکلی و کمبودی حکومت هست. باور بکنید. به همین خاطر برادرای عزیز، کسانی که میخواهند که یگان دیگرگونی بیای با ما بپیونده برادرای عزیز. من خیلی شاد هستم که برادرها در وقتی برنامه بعد از برنامه می نویسند، بگیم که ما هم صحبت میشیم، بگیم که سر یک مسئله اومده شدیم.
انشالله که بگیم روز و ساعتش میاد که ما یک برنامه ساختگیم برای که لیچنستی شما را یگان نفر نشناسه، همون سایت یک برنامه سازی ما ساخته شده. انشالله روز ساعتش میاد که ما همین نفرهایی که با ما میپیونده ما شما را یک جا میکنیم که بگیم که شما بین همدیگر صحبت داشته باشید، یگان بگیم که پیشنهاد داشته باشید، برای که وقتی ما هم سایت میسازیم انشالله که بگیم لیچنستی شما من نمیبینم شما رو، یا که شما بگیم که نامرهای من نمیبینه. برای همین خاطر برای امنیت مردم درست کردن انشالله که ایقافای برنامه کار کرده شدیم. انشالله روزهای نزدیک ما این چیز درست میکنیم، بگیم که مردمی که در تماس میبرن انشالله که ما بگیم که مردم بگیم در یک گروه جمع میکنیم و بگیم که کار میکنیم، چه کار باید بکنیم، باید ما پیش بریم. امروز دیگه نیاز ما با من، گروهی من، تیمی من نیاز به چهره صحبت کردن نداره. برادرای عزیز داشته من کسانی که واقعا میخواهند یگان کار بکنن بگیم که در برنامه نبروی صحبت نکنی، رقمای واتساپ هست بنویسه، انشاءالله که ما پشت پرده کار میکنیم. انشاءالله با کار میکنیم مردم میبینن رزولتت. من نمیخوام که یگان نفر دعوت بکنم بگیم بر چهره و بعد بگیم که در نیمی راه بپرتامش. من این چیزا مردکی هم نمیدونم. من زیاد نفرها دیدم که اومدن در نیمی راه پرت افتادنشون دیگه بگیم دلشون مبارزه موندگیه. به همین خاطر وقتی که من نمیتونم کمک کرده من یگان محل شما را برادر عزیز مجبور یا که اگر کسی هم که بروی نمیدونم با چهره یا که یگان چی نه برادر عزیز من این چیزا قبول ندارم. ما باید کاری بکنیم که من با چهره برو اومدم ای دستی من ای دوری چی نمیوه، ای دستی من همین کار میاد که مردم من شما را بفهمونم که اگر با چهره بیای یا اروپا میای یا امریکا یا یگان جو میره خلاص، اگر بقپن تاجیکستان میبرن زندانت میکنن، اگر نخپنن اروپا میای زندگی میکنی. خطون بستین خلاصه ببرورین که کدمی راهش خوبه، یگان کار بریم بکنیم در تاجیکستان اون خوبه یا که بگریزیم بریم در اروپا بگیم که بعد دیگه اینجا که اومدی و دیگه نمیفورد که برای که اینجا زندگیش خوبتره. به همین خاطر مردم باید کلاهاتون کار بفرمایید، قدم‌هایی که هسته بگیم که میبروی صحبت میکنی یا که یگان چی باید شما آماده باشین به همه چی. شما میگیرن خونگیاتون هم میبرن محکم میکنن لبوی کار میکنن. خب الو السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر الماس من یک او هفته زنگ زدم گفتی که روز شنبه برنامه داشتم، روز شنبه نتونستم زنگ زدم، بخشش میپرسم. نه همه 100% برادر عزیز ما در برنامه ایم. من در برنامه من گفتم در برنامه زنگ میزنم. تمام بفرما چیکار کنیم؟ برادر عزیز همین من مخالفای همش طرفدارم. مثلا وای مثال خودتی معاذ اقبال حسین اشور و سلمان خلیق و محیدین کبیری همین کو تماشا میکنم، اما هم برنامه شما اجداد میکنم که تماشا کنم. برای چی؟ برای که همین به خوب یگان کس میذاره گاب میزنه اما من میگیرم، من برای همینش تماشا میکنم. میگیم برادر همین یگان یک سال پیشتر همین بسیار همین طرفداریش ما بسیار بود و همین یک سال پیش همین کم ترک بین نوبتان نفهمگی شد، چکنی شد. بعد همین خودم فهمی شده که شما باید دیگر اتفاق نیسته
طرفدارای شما تماشابینان شما کم شده گیه. برادر عزیز این عیب یوتیوب است، عیب بگیم که ای روسیه ما را کم تماشا میکنن. من این برنامه را برای چی اینقدر بر وقت گذاشتم؟ اگر اهمیت دادگی باشه، من این برای مردم تاجیکستان من نگاه دارم که من ای گیجا تماشا میکنن کدام دولت ها، من مردم تاجیکستان زیاد تماشا میکنن. به همین خاطر من بگیم که با بر وقتی بگیم که میخوام که مردم تاجیک من ای تاجیکستان تماشا بکنن. مردم روسیه کم، خیلی کم در علاقه هستن با ما، برای که یوتیوب بگیم که چرز وی پی این میدروین، هزار مشکلی ها دارن که نمیتونن وارد بشون. به همین خاطر ما برنامه ها را 2 روز شب بگیم بر وقت موندگیم، روز شنبه شب بگاه برای مردم بگیم اروپا یا که مردم روسیه دیگه روز سه شنبه و پنج شنبه من بله همین آغازی که مشکلی اکی آخو مشکلی نیست وی پی این اوزی لبا کستم کشت میکنه در مشکلان میگره یک اون خیلی من در روسیه موقعی وی پی این کشت و کرده که من هر روز تماشا میکنم یک اون خیلی پرابلم نداره همیکو همین پرابلم فقط در بین همین خودو دان شد که کم ترک نفهمی کرده. نه چی نفهمی نیست، همه خوبه برادری عزیز، یگان چی نفهمی نیست، همه 100% یگان نفهمی نیست، همه چیزا مردم دیده سودیان چی گپه، یگان نفهمی نیست. ما یگان مشکلی نداریم بین هم دیگر، تنها برادر منم برنامه روی شنبه گذارندگی ده تو یک مادری که مثال طرفداری همه مخالفان قد برنامه بکرد برادر حسین اشرف در اومد من تماشا بکنم، نه همش تماشا بکنم باید همین مقابل که گازدچه پیشو گپا گفت منم در گپای باید روزی نیستم، باید کم درک سراسیمه شد، کم درک تشکیل شد، چی شد گپایی کم درک نوحق گفت. برادر عزیز این من ایدئال برادر عزیز نگاه کردم، من ایدئال نشیده نمیتونم، من در همه محقل شده نمیتونم، یا که دل همه را یک حزب یا حرکت بگیم که به دست آورده نمیتونم. همین خیلی یک از طرفدار رحمانوف، یک از طرفدار محمد اقبال، یک از طرفدار کبیری، یک از طرفدار اشوروف، یک از طرفدار من، این چیزها نرمالن. یک من همین دشنام تحقیر نباشه، تنقید قبوله، لبا انسان حق داره که برای بگیم که گجای من خطا کردم یا که به خطایی راه میتیم برای تنقید بکنه، قبوله و حق داره. و اپای خواهره کسی که نباشه حق داره که میتونه که چیزی میخواه بگه. دموکراتیش همینه، ما حاضی اگر تحمل پذیر نباشیم پگه سر قدرت بیایم ای رحمانوف بعد مینی باور کنی. به همین خاطر این چیزا اجازت هم حوزی یک گپ رفته که من در می رسیه، من روی 28 روز در رسیه هستن خیلی برادر خیلی ما صحبت میکنیم. همین بعدی که همین جنجالش ما سر شد کو من همون شریفوف نو باشم دیگه اختم نامد بعد هوای کو همین اعتقاد مردم من باینی که من میگردم کو بفهمم اعتقاد همین مردم توش شده گرد برای شما درسته که نه ایجاد یک نفر حکومتی میبره. برادری عزیز نگاه کده یک از بگیم که با چهره مخالف در بین مردم میدرویه، بعد بگیم که قطعی دی قمیسته بگیم که مردم بیرون کسی که هستن قطعی ما نیستن در اینجا ما با میخریم کسانی که مثال تیپ جمشید شریفوف، مردم فکر میکنه که جمشید شریفوف خیلی مبارز زوره، بعد وقتی که مثال یگان کمبدیش میگوی در تنهایی میگویشو که در پوبلیکا میگویشو، بعد اون میبره سنگ میزنه سنی مخالفین، مردم فکر میکنن که او انسان خیلی قطعی اینا بگیم نزدیک بوده، اکی اینا همه سیر اسرارشون میدونسته، اکی برآمد گپی حق گفت در ایوب این نیست. برادر عزیز جمشید یعنی یک بار نیم بار همین مخالفا را دیدگیه. جمشید برادر گوش کن، من همین برنامه شما تماشا کنم، من مثلا وقتش تماشا کنم کو من مثلا پگش من میکنم محمد نبودم میدارم تماشا بکنم، بعد
این کار میشه. بله همین همون مادر همون خواهر همون اپایی که در این محمد باز آمده که بود یک دوتا حکومتی ها در آمده همون مادر همون خواهر دختر فرق نداره باید همون مادر حساب میشه. وقتی محمد باز گنده کردن روخی اینو میتونن کرده همین همیشما رو باید یک دیگرتون همین یک حکومتی بداره خودشا طرفدار میگیره مخالف میگیره و میگیره این جنگ میاندازه. لیکن شما همین نمیفهمه حیث میشه در کپی همون حکومتی روزی میشه یا در کپی که همون آدم دقیقی شما دوار روزی نمیشه. بعد یک دویمش که برای چی همین کاری همون شریفه برای چی میشد که همین بیرون اکران حل کرده شما حل شده کاری جمشید حل شده انشاءالله که این همین روزای نزدیک هم حل میشه که دیگه او حل دیگه نمیشه. این حق دید این جهان دید این دیگه فایده نداره. همیشه همین کارا همون وقته همون جوش ده که قطعه واقعی همون جوش حل کنید همین کار اینترنتی نشه و خلق نبینه. خب بچه مغزی سر نداشته باشه عیبی دیگر مردمه. من در یگان معرکه نامی همون انسان نگرفتم. شما دیده که من در یگان جو جمشید گنده کردگی باشم. من جمشید تنها من جمشید یک آدمی بود که در همه برنامه هایی که کسی برنامه داشت که می برآمد میکرد سخن میکرد. اما وقتی که مثال شما مثال نماز میرفت یا که یک صفحه نداره که من نمیگم این شما کسی که میرفت بعد می برآمد اونجا میشیش سخن میکرد که همون چوبرسا گاو میزد. نه اینا برادر عزیز سوء استفاده کردگین نامی گروه 24 کردگین نامی بگیم دیگه حزب حرکت های چیزا معلوم شد. ما قاری نیستیم یا که کور نیستیم که نبینیم که یک انسان سوء استفاده داره. یک انسان میگیره بگیم که بابای قند یک بلاگری که میگیره پستاویتش میکنه یا که یک خواهر دیگر مدینه میگن اون گریف بگیم که زیدی بابا جان 88 بگیم توغوری کرد. ما کور نیستیم. من بابا جان 88 یکون مشکلی ندارم یا که بابای قند اونا بلاگرن قفای کارشونن نه که گرفته یک تک و گفتی خودت مخالف یک بگیم که یک زنک میخزی به یک نفر بگیم خود حکمتی معرفی میکنی و نمیدونم این مخالفت نیست. مخالفت ها زیدی رحمانوف میزنی رحمانوف چپا میکنی انت مخالفی. بگیم که یک زنک پستوید کردن یک بلاگری مشهوره یا که نمیدونم بابای قنده تا گیجا بگیم که پستوید میکنی این خیلی کارها در ما قبول نیست. و همین خاطر ما چند بار اشاره کردیم نه که متاسفانه نمیفهمید خراشو گفتیم ورسو دیگه میره قفای زندگی. بازی دیگر باور بکنه دیگه در یگان برنامه مخالفین بگیم راهش نمیتیان که دیگه بگیم که صحبت بکنه. فقط به ایوب موندگی به اسدالله و به یگان نفر حکمتی که ایو طرف صحبت بکنن. این مردک دیگه بگیم که ایو طرف میتونه فقط صحبت بکنه. انشاءالله روزای نزدیک دور نه انشاءالله روزای نزدیک همه چیزش گفتیم و ایوب که همه چیزش به فقط بدلیل انشاءالله میبروید میبینه بعد که جمشید کی بوده است چه خیلی اومده است. گفته که دینا غرمی که گفت که همین در برنامه تو خط گاو مزنی همون یک از گاو زنه اوخی خفر نشا اوخی همین دینا روش همه غرمی گم گفت تو تمام اگه بفرمو اگه اینه گپوتا تمام که با من گپ بزنم بو که من گپامو تمام کردم با من گپ زنم تمام اینا بفرمو. من خیلی دهمین رسیه من دمیشه کور مزیم من دمیشه توشو نکرون نیستی که من سیف شدم رفت من دیگه داودی چی هم ندارم هم چیز دارم نمیز دارم. باز یک دقیقه برادر عزیز یک دقیقه که انجا پیش گپ تا بگیرم. برادران گرامی قدر
خواهش میکنیم برادرای عزیز، ما 250 نفر تماشا داره، ما 38 58 لایک داریم. برادرای عزیز بجقه لایکاتونه بگیم که ویدیو به یارو دوستاتون بفرستین. رقمای تلفن ما در روی اکران است. این همین کمک شما همین است برادرای عزیز. شما با من سوم نگذرونید، شما با من یگان نمودی کمک نکنید. شما ابونه بشین، شما لایک بمونید، شما در این رقم‌ها زنگ بزنین، سر یک مسئله بیایید. خب برادر عزیز بفرمو، ای داخل یک نفر دیگه در استودیو پیوست شده است، اونا قبول کنیم بعد سه کس صحبت کنیم یا که یکم شما تمام کنیم بعد و قبول کنیم؟ چه میفورد؟ بله سه کس هم کنیم مالا شوخی، لیکن فقط همین حقارت نکنه ده، همین حقارت نباشه. اگر حقارت کنه من بکشم تلفن ما. تمام. از داخل تاجیکستان کو. سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. ای داخل بفرمو. سلام علیکم. المازشان سازی خوبی؟ تشکر. سازی خوبی؟ تشکر الحمدلله خوبیم. الو آوازم نسه چی؟ برادر عزیز اما خواهش میکنیم که همون نفرهایی که داخل صحبت میکنه زنگ میزنه یک جای درست، یک اینترنت، شما آبروی همون حکومت ها میبری. باور کنید لااقل در جای خوب بسته که یک اینترنت خوب داشته باشه، بعد به ما بپیونده، با از داخل بنویسه. باور کنید این آبروی حکومت های. حکومت شما نتونسته یک اینترنت درست بکنه برای مردم که مردم بگیم که بتونن در شبکه‌های اجتماعی صحبت بکنن. اینو میچسبن. باور کنید یا جای درست بره، نمیدونم پیش یگان وای فای بره، نمیدونم یک بالای که بره، بالای بمب بره، یک کاری بکنه که همون که یک باری که وارد میشه یک سخن میخواه بگه او درست بگه، نو چسبیده و شما رو نمیشه فهمیده. به همین خاطر دعوتی من همین است که حکومت اینترنت خوب کرد. خب تقابل فرمو او آدم برفت. الماس برادر همین یک سخن کن، یک همون بینون یک سوال که همین اوش تو خوشلو نبیو کنه. برادر عزیز اینجا من خواهش میکنم خدمتیت تو میکنم برای که من در چینلو هم اول تو همون 35 نرفتی من تو کنم کم خفه نشم. نه تمام درسته برادر عزیز. اگر صدای ما بزیب باشه نوشته بکنه، یا که اگر ما بچسبیم یگان اینترنتی ما ضعیف باشه خواهش میکنیم بنویسه. نویسم. اینجا برادرها زیاد می نویسن. نه خوب است ان شاء الله. مردم میگن که تا این رژیم ایبای نروه اینترنت تاجیکستان دوجی کار میکنه. خب الکو برادر الماس یک کاری که اوزی امین دایم بانی یک سه مشهور دم خراب شده تک ما دمیشه هم و ایمون، لیکن همین بسیار همین یور رفیق خوش شناسون میگن که تو هوای تماشا بگره خیلی دیدی که بانی خوشون چی کارو کردن، چی جنجالو کردن، چی اقادو کردن، با تو هوای تماشا بکنی بعد آخر باور و هم شما تماشا میکرده که اوخی هوای دوجه مایلش همین هم میگم اینا که حتی گفتگی نیستن یکم وقت و یکم تیش، لیکن ممکن دوابرشون یکم گفتگی های تو منم سلمانی فورس که پول جمع کرد چیکو کرد نکرد، بعدی جمشید شریفوی خیلی کرد بعد یک از دو کسش مهم دا همه قطعی نکنه. یکمشو دیومش که آدمو گپی حق میگون، لیکن اگر کرده هم که نتونن کو لیکن گپی حق میگون ما میفهمیم میبینیم که همین دهمی وطنی ما چی گپ رفت شده. این یکمش. دویومش برادر باشید و دویومش همین یک دو سال پیش همین شما دو طرف میتونستی بیایی، هر طرفش اونجا بوده
از طرف قرغیز میرسه میتونسته که درایه گیره اصلا با افغانستان میتونسته به درایه گیره اخوزی همین نیمی زمین در قرغیز فروغ داد فروغ پدرکر و کوری وای اونجا قرغیز قبول نمیکنه شما اونا برادر عزیز ما ولکان وره تای پشت میبرویم تو برادر عزیز ما ولکان وره تای پای رحمانوف میبرویم شما فکری بازگشتن ما را به وطن نکنی باور بکنی ما انشاءالله رحمان رنگ ولکان ایتای پشت میزنیم میبرویم ما که به اروپا اومدن برادر عزیز نگاه که من چند بار گفتم بازم میگم که ما به اروپا را راه یافتیم اومدیم رای خانمون برگشت نمیویم 100% میویمش ولی من که با چنبارو فهمیدگیم تنها ما امروز ها در برمون همون آدم ها را کم مشاهده میکنیم همون نفرها در بر ما باشن باور بکنیم من نمی حاضی میخزم میرم یگان مشکلی نیست پروست همون نفرها کم هم برای همون بگیم که همون یک برنامه انقلابی را نفرها در بر من کم هم همون نفرها پیدا بشن انشالله که خیلی نیست که من در اروپا بمونم من یکم نفری هستم که میرم به تاجیکستان من دیگه انسان ها خیلی فرق دارم بسیار انسان ها اینجا ایستادنی هستند بسیار انسان ها میخوان اینجا بمونن به همین خاطر بگیم که من نمیخوام در اینجا بمونم من میخوام که وطنم برم همون لبی آب همون که پشتمون دمی فرام برم زندگی کنم برای رفتنی بله بفرما برادر من برای همین در برنامه تو دارم نگم اگر همین محمد تقوی هم برنامه کنم که من در برنامه میدارم در دیگرش نمیدارم برای که در وقت دیگه قبض نمیشه این برای چی هست میگم یک میگه که روح میریم همین میگه که درون انقلاب بردارم با خیزنایم برادر عزیز من برادر عزیز نگاه کنم میگو که پیشوا در قرآن یک کسی در قرآن که برای همین کورا برادر عزیز همون آدم نباشه پیشوا تو اینم من برادر عزیز اینه پیشوا تو من نفر نباشه در بری من چه برم همین ایزد همونی بیچاره را پشتی اکران گفتن که تک زوری خطیتیم ایزد همون را بردن زندان کردن متاسفانه امروز یک نفر صدا بلند نمیکنه یک بار 9 سالش دادم با چند سال دیگه دبرش کردن 16 سالش کردن هیچ کی نمیکنه برای الماس فقط خودتون احموجا میبیوید دگون گرنسه میسته آدمو با جمع میشن میبینن بعد که خیسته شما ایخیل که ادا گرمه اشتگی گوی که اقراب کنیم اون مخیزه میریم چکی نمیکنه دیگه ولی که همه میکشن میدونی چلی میکشن این تمام کسا میکشه در کن شما کو 11 میلیون توجیکای کو آسان زنش اهل اولو خودشای 10 میلیون توجیکای 10 میلیون شما میکشه 10 میلیون شما میکشه که این فلان سادست نتیه این میکشه این همه میدونه برای چی میگه که انقلاب کنه با اون خیزه میره برادر عزیز من نگفتم یگان نفر که خیزم برادر عزیز من یگان نفر نگفتم که شما بخیزی یگان کار بکنی با من میام من مردمم میخوام در برم ببینم من اگر نیام شما نخیزی من نه این چیزا گفته هستم من پراتیوا پلاژ نه گپی خودت گفته هستم من میخوام که من یکم بیام مردم من دید بعد بخیزه پروست من در برم ندیده شدم همون نفرها را چخه من روزی خیزم برم رحمان من در همین گرانیسه بلاروس میقپه گوش کن همون دبار تمدینی کو در لبای شهری روسیه تاجیکستان ازبکستان فروی گفت 10 میلیون بقپان دبار اگر 1 میلیون که باشه کو این 1 میلیون تیش کنه نمیتونه برای که ده اون شهر رو بقپان یا که دم دوشنبه در دوشنبه بقپان این نیست هم خیلی یا دقیقه تقوی دقیقه همجا یک نفر به نام گوای چیه ایمان میبرم قطی من گپ زن زور باشی
همه قضیه رحمانوف آماده هم گپ زنم تو کی گاو گاو نوم تا درست نویسن نه یکم یاد بگی نوم تاجیکی بنویس بعد بگیم که بیای خلکی من میبرم قطعی من قطعی رحمانوف گپ بزنم تو کی نه رود معلومه نه نومد معلومه نه هیچی میبره گپوی چیزایی مینویسه که خر خنده میگیره بزا بازی مردک باشه استودیو بدروی نه صحبت بکنیم نه شما نه ایجا یک از در کامنتاری نام شما خیلی نویستگی گو گو بعد نمیشه گفتگی که مقصد زور باشه قطعی من گپ زن مرحمت بیا استودیو صحبت میکنیم اگر مشکلی نیست دمیشون 500,000 گو گو وای 11 میلیون توجیکای 500 بریم گو گو وای 10 میلیون همین توجیکای میخوام که رنگ توجیک زندگی کنن دیگه نمیتونن میترسن برای که میکشن زندان میکنن همه کارم میکنن همه میدونن همه مخالفه هم میدونن حق توجیک هم میدونن همه میدونن برای که میکنن نه سمجی نمیکشن چند خواه کشت همه سواد شما داره گو گو شما سواد داره خلاص دیگه یگان نفره که اگر زیدی رحمانوف صحبت کرد بگیم که او انسان به سواده برای شما را همه چینوم داری چینوم داری امتر نمکی نورزو فاروقی نورزو چینوم داری همون هم میگه که زنگ زده است تو بدرو استریم بدرو چهره قطعی بیو صحبت بکنیم این خیلکی بگیم که تلفنی شما دا هیچی معنی نداره ابو خالد قدیما صحبت کلام معنی نداره و همین که باشه سر میکنه چون چی بگو هم بخواد برنامه‌اش دفع میکنه شا باید تمام برنامه‌ها میداره در حسین اشور میداره در محمد اقبال میداره کجای سرمقلات میداره در کجای میداره کو باید همون اولی که باشده باید دفع میکنه باید رقصه باید قبول نکن قدیما گفت هم نده گفت وقت هم حیف نکن که با یک برادری که طرفدار جنگ کو با میخیده خرش میکنه با تو یکون که پس باران میکن من با خدا میگم که اول در اون مقطع صحبت کنی کو بعد یه میتو بینید کو هم تو یک بعد میکن بعد هم که نکن نه یعنی کمیه میزنن تا یه فای یک حیوان آدم بله من باید تماشا کردم من هر روز تماشا بکنم همه تماشا میکنم تا کجای میداره کد باید همشو پیش میکنم خیلی در یکون قولت جواب بده یک سوال میتینشا باید چون شیوار میکنم میکنم دفت میکنم شا خود هم که دیدگی برنامه برادرهای همش دیدگی تماشا کردگی باید فقط دفت میکنم باید خونسا دفت کنم باید توبه کنم خدا که گفتن توبه نمیبیو یک کافر هم باعتره کرد همین گوگوی کی تو مدرو صحبت میکنی یا که نه؟ تو همده پول کار میکنی تو دیشوردی که مادری توجیکا زنه رومان تگیری شده دختری توجیکا زنه مجبور لوچ کرده رخت کن بزنی و تو پدرات همه دیشوردی چوه برو بگه هر کوکی همه خیلی هستن گوک همه خیلی هست هر مجبوره چو کنیم گو همین که با گو خیلی نه خیلی نستن و جهان دیسایی که همین کار هستن و پدرات بگو که نستن بله بخشش تشکر زیاد اینجا چند زنگای تلفنی از واتساپ هست انشالله که دیگر هم قبول بکنیم امروز نفرها چخیلی که با استریم نخواسته سودیم به پیوندن خواهش میکنیم برادرای عزیز اگر یگان مشکلی در استریم باشه خبر کنین انشالله که ما بگیم من برادر مشکلش نمیدارم من قلم میگیرم من نمیتونم دارم برای دیگه میدارم من در واتساپ رو زنگ زدم با زنگ زدم رو شب با زنگ زدم که خیلی نشد خیلی کار بر زندگی بخیر حیات نشد با خیلی حوزی یه بخیر درمونم که در برنامه بودی خیلی با زنگ زدم تا گفتم اگر کبی پس بلند بوده باشم برادر عبدالخلیل نفر نشم
تمام، تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا چند نفر دیگه هست، ان شاء الله اینا قبول میکنیم. در امان خدا باشه. تمام، روی سفر و پیش. خدا نگهبان. در امان خدا باشه. خب برادران گرامی قدر، خواهش همین است که برادر عزیز به طرف نباشه. بگیم که لایکاتون رو بگذاره. کسانی که مهمانی برنامه هسته آبونه شوه برادر عزیز. لایک برای لایک شما موندن سبب زیاد شدن بینندگان میگردد. یک دو برنامه پیش باور کنید 100 دانه لایک بود و برنامه 6000 پرسموتر گرفت. برنامه روز شنبه باور کنید تا 24 ساعت 16000 پرسموتر گرفت، برای که 200 دانه لایک زیاد بود. من خواهش میکنم برادر عزیز به طرف نباشه، لایکاتون رو بگذاره، سبب زیاد شدن بینندگان میگردد. یک نفر پیدا میشوه که انشالله همینجا در رقمای ما زنگ میزنه، بگیم ما سر یک مسئله میایم، بگیم که سبب میشوه همون لایک شما و ما انقلاب ما بگیم که یک روز پیشتر میشوه. خب سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزه خوبه، سلام خوبه. تشکر. برنامه موضوع چیه؟ ما مردم هم میخواهیم که سرجم بکنیم، بریم یگان کار بکنیم. موضوع ما همین است. نفهمیدم، یا بول دیگه بخشش. موضوع ما همین است که مردم با ما بپیوندن، مثلا سر یک مسئله بیایم بریم یک روز پیشتر انقلاب بکنیم. ما اینجا هر روز اگر بگیریم کمبودی حکومت گفته شده که موضوع اساسی من همین است که مردم سرجم بشه و سر یک مسئله بیایم و بریم یگان کار بکنیم، یگان اعتراض مردمی، انقلاب مردمی، اینا چیزا میخواهیم بکنیم. این برادر برآمدی کو. خب هدف ما همین است. به همین خاطر برادرای عزیز ما را تا 290 آدم تماشا داره. خواهش میکنیم برادرای عزیز به طرف نباشه، بمونین لایکاتون نوارا با یار دوستاتون بفرستین که بگیم که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده و یک نفر با ما بپیونده و یک کار کرده بتونیم. بعد همی گو اگر مردک باشی بدرو صحبت بکنیم. اینجا از همین روشکت هم میگیریم دیگه، تا همین نویستن هم میمونیم. به همین خاطر میتونی که چی میگن بدروی صحبت بکنی. اینجا در هر چی در آمدن نویستن غیر قبول نیست. خب به طرف نباشه برادرای عزیز. کسانی اگر برادرای عزیز واقعا مشکلی اگر در استریم در آمدن باشه شما بنویسه، انشالله که ما اینا بگیم که میبینیم. اینجا یک دو فونکسیون داره که گاه محلی که میشه که ما همونها را نمیکشیم، بعد دیگه مردم نمیتونن در آمده. اگر واقعا نمیشود در آمده من خواهش میکنم بنویسه در کامنت که نمیشود در آمده، ما انشالله که برطرف میکنیم اینا. نه که من فکر میکنم که اینجا ما همه را درست کردگیم، نباید که بگیم نباید که خیلی یگان مشکلی باشه. خب نباید که یگان مشکلی باشه. مدیریتور هست یا نیست؟ بله اهمیت نمیتیم برادر عزیز. مدیریتور رو نمیدونم، با فکرم که ماهی قپی رفته گن امروز مدیریتور هم نیستن. خب برادران گرامی قدر، خواهش همین است که به طرف نباشه. ما را 300 نفر تماشا داره. خواهش میکنم بنویسه که
ما چند دونه لایک داریم. من که نمیبینم اینجا، خواهشم این است که بنویسه که ما چند دونه لایک داریم. نخواه ما 200 دونه لایک کرده نتونیم برادرای عزیز. ما میخواه میبرویم برنامه میکنیم برای شما برادرای عزیز، بیای با همدیگر صحبت بکنیم، بیای سر یک مسئله بیایم یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم، تا بکی ما اینجا در بگیم خارج شیشته و صحبت میکنیم عمرمون همیشه خزان میشوه و خلاص. نگاه کنید که برادرای عزیز 69 79 نفر لایک مونده، 300 نفر 79 لایک. باور کنید اگر همین خیلی رفتن بگیره، باور کنید این بگیم که طرفدارای رحمانوف اینجا من میبینم زیاده. باید که 50 در 50 یا که 60 در 40 در برنامه ها باید بگیم که همخیلی فعال باشه برادرای عزیز. و همین خاطر بی‌طرف نباشه. کسانی که طرفدار ما هسته خواهش میکنیم لایکاتون رو بگذاره، لایکاتون رو بگذاره برادرای عزیز. همین 2-3 ساعت ما برنامه میکنیم، بعدی برنامه میتونید لایکاتون رو بگیرید تا اون حدودی برنامه تمام شدن. باور کنید لایک ها خیلی کمک میکنن که بگیم که نوارا در تاپ میخیزونن، مردم بگیم که ما را میبینن میفهمن، بگیم که سر یک مسئله میاییم ما. خب یا رقص رحمانوف بمونم تو چخله، یک رقص رحمانوف بمونم تو چه رقص میکنه. خب خش تبور اما کسا میدان آباد میگیریم. خب من اینه برای چی موندم؟ برای که همین شب و روزها بگیم که قانون تنظیم در تاجیکستان جاری شد. این نفر چقدر توی میکنه، چند نفر در یک زال، چند حافظ ها، آدم های کلیدی دولت در اونجا. مثال این بگیم که مصرف کرد این انسان، بگیم که ماهاره میگه که شما 80 نفر زیاد بگیم که در تویاتون دعوت نکنید، تویتون بگیم که 3 ساعت زیاد دوام نکنه، دسترخوانتون نمیدونم در اید 1.5 متر در یک باشه. خودش کار میکنه. برای چی ما رحمانوف دیکتاتور میگیم؟ رحمانوف بگیم همون قانونی که میبروره یا که یک نظام درست میکنه به همون عمل نمیکنه. اگر رحمانوف خودش خیلی توی به دبدبه نمیکرد، اگر نمیدونم عید مثال معن نمیکرد، کودکا را عیدگرده کرد، یا که دست به دست سرخونی مردم کار نمیگرفت، یا که نوروزی میشوه یا سالینوی میشوه، عیدی کدو میشوه، عیدی خربزه میشوه، بگیم که خیلی میخوان همون خیلی بگیم مصرف میکنن. همین قانون تنظیم برای ملت تاجیک زلال آوردگی فایده نی. اگر ما دروغ میگم مرحمت برای بگیم که تو دروغ میگوی. تماشا بکنی همون خیر خدایی، همون توی، همون چیز خیلی بود یگان چی ایواز شدگی نیست. تنها اینجا بگیم برای همون چسکوی یا که نمیدونم رئیس محله یا که رئیس تنظیمی یا شهر ناحیه یک چند صد سامان داده میشوه، یک بگیم یک طبق آش یا که نمیدونم یک لباس کرده میشوه با اون انسانه. بگیم که همه خیلی دیگه رفتن میگیره. پیش خیلی نبود، پیش نگاه نمود اجازت نبود. میخواستی خیلی میفردید فیلم میکشتی، 3 دق میموندی، 5 دق میموندی، یگان مشکلی نبود. حاضی مشکلی همین شدگیه که تنظیم تنها یک نفر دیگه 300-500 سامان ایتر میگیره، با بگیم یک پر فرمش میکنی با اون انسانه. این همیقه بگیم که فایده اکه با گفتی خچون آوردگی هم این زلال ای نبرود.
هم 500 سومانی که اونا میدادن اونا نمیدادن یکم. اینا اگه بگیم که قانونیش کردیان لبای خیر خدایی میشه میاد اوچاسکوی خطی رئیس محله بگیم که میگن خیلی چوی پلی مربطه بخره بگرده. بعد اگر کدمش ستارهش محقلش نباشه ای هزارا بعد کدمش قصد دارن یا که نمیدونم خیلی اکی مردمی ما با یکم خریگری کردگی باشه بعد میگیرن میبرن کینوش میکنن انا این نه دیگ مونده انا اینشی خیلی کرده. من نمیدونم که همین حکومتی ها شما چه توی میکنی شما چه خراجات داره ما مردم نمیدونیم. شما که گفتی رحمان و عثمان نچکیده که اما زیاده ده اما بگیم که شهر ناحیه های مردمی قطعی همین مردمی زندگی میکنه میبینن تون چه راه رفتارتون. به همین خاطر اینه خیلی قانون باید قانونی تنظیم قطعی همین ادارهش گوه پول کلان تاجیکستان برداشته بشه. این چیه؟ نبرای زلال باید جامعه آورده سودیه حکومت. ما انشاءالله که میخواهیم که یک نظام بکنیم که مردمی باشه. مردم ایلا هم که 11 دیگ بمونه داره مرحمت. ما کسی هم مجبور میکنیم که تو داری نداری تو باید خدایی بکنی یا صدقه بکنی یا توی بکنی. حاجی ترقی پیش رفته اگه بعضی انسان ها بگیم برای زنگیریشون میان امو بگیم قلینگ میتیان بگیم دختر میگیرن میروان بگیم که نمیخواد تاجیکستان زندگی بکنن. میگه به من یگان چی در کار نیست همون 3-5 هزار دلار میتیا بگیم عروس میگیره میره تمام چیزی بکنه اوجه دیگه خودش کردن میگیره دیگه. مردم هم نمیتونیم که بگیم که نه این رسم و رسوم ما بار رو تو بیاریم بگیم توی بکنیم. ترقی پیش رفته که دنیا دیگه با او نمیدونم کورپا و بولیش تیمو دیگه نیاز نداره. اینا دارن که بگیم که شما کورپاچه نکنی شما کورپا نکنی. اگر تویای پیش در یاد داشته باشه مردم یک کمازده یا که نمیدونم یکان تراکتر ده یکان زیل ده می آوردن همون لاخ لپری عروسه. حاجی دگی جای هم خیلی که حاجی نیست دیگه. خیلی چیزها که مردم بگیم 20 تا بالیش داشته باشه و چند تا کورپا و چند تا کورپاچه. این چیزا دیگه بگیم که ایبای اوستا دوران میروان. مردم دیگه دبلوی کریسلا خواه میره دبلوی نمیتونم دیوان خواه میره دبلوی یک چیزی دیگه ما نمیتونیم که بگیم رنگ امود قدیمه ها زندگی بکنیم. دنیا تغییر یافته شده مردم هم تغییر میومن دیگه بگیم زندگی مردم دیگر میشه. اینا که باشن ما را دارن فقط محدودیت ها جاری میکنن در تاجیکستان. خودشون چه خیلی میخوان همون خیلی زندگی دارن. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه. بازم میگم که ما را 300 چند نفر تماشا داره. خواهش میکنیم که ما را 300 نفر تماشا داره. به طرف نباشه لایکاتون رو بگذاره نوارا بیار دوستاتون بفرسته. اینجا چند برادر هستن انشالله که قبول میکنیم صحبت بینیم. خب عادل بای سلام علیکم. سلام علیکم برادر ابو خلیل. و علیکم السلام. موضوع درباره چی است برادر امروز؟ ما همیشه درباره همین کمبودیا کمی صحبت کردیم. نکی ما موضوع اساسیمون همین است که برادر عزیز با ما بپیونده. رقم‌های واتساپ هست بگیم که به طرف بله موضوع در برنامه در همین استودیو موضوع در برنامه چی موضوع دارین؟ درباره تنظیم موضوع اخیر گپ زده سعودیم که اینو بگیم خودشون توی وزبین میکنن یا که سالی نوی قطعی تنظیم آنها گفتم رحمانوف در توی وطن نفهمیدم. تنظیم آنها بله ما کم در گفتی چی که به حضورم خیلی میبخشنه در چی در این برنامه که هستم به حضورم باشن همون آدمایی که میدارن در این برنامه قبول شون که مرحمت پوست سوابو نگاه بزنن. ما کم در چیم در میشه به حضورم با ما سر کنم گفتی چی تمام گپ نیست برادر عزیز. ما چی میکنم بلاگ فرد عمرم جو که ayağla kabul ku bus buduran kase çi sukani dora gabzan ne ki hemi
пешравӣ короче бале воқеан ҳам дураст касе медроян қабул ки буз гап занан ки росто вақт мегзара бародар як хелш медроян меса мебаран меронам студияда неудобно меша бале бародарои азиз мо як соати барномамон гузашт 1 соати дига мемонем инҷа ба ҳамин хотир касоне ки мехоҳанд ягон пешниҳод бикунанд фикру назарҳошона бигӯянд марҳамат кинед бародарои азиз бидрое линк дар зери наворам гузоштагиай дар комментам агар шумо бидрое унҷа закрепит кардагиай шумо метавонед ки вориди студио бишен бигем ки ягон мушкилӣ нест бигем ки ҳамихе ворид мешед хоб خب برادران گرامی قدر نه خب ягон мушкилӣ набудааст ин ҳамин медрой рамой ҳамин стрим меёрад ба ҳамин хотир бародарои азиз бетараф набошед ташаккури зиёд ба ин модератормон хеле даста дар накунад бародари азиз фақат медрояд тавсиф мекунад ки бирои бародарои азиз бигем ки вориди студио бишен фикру назарҳотонро бигем шумо мебинед ки ҳукумати мо наметавонад ягон фазои озод бития ба мардум ягон барнома намесозад ки бигем ки мардум дар оҷа суҳбат бикунанд раҳмонова шумо дидед ба мисли дигар президентҳои дунё ки онлайни ягон барнома дошта бошад ё ки бироя қатъи мардум бигем ки дар ягон стадион ё ки ягон залда қатъи мардум хеле суҳбат бикунанд ин чизоро намекунад барое ки раҳмонов мардумӣ нест метарсад ки бироя дар ягон ҷо суҳбат бикунад вақте ту президенти мардумӣ ҳастӣ бигем ҳамун як нафар шофёрата ё ки намедонам як нафар дар бара дига бигем ки дар байни мардум мегардӣ ё ки дар маршрутка мегардӣ бародар абдухалил гӯш ки вақте ки ҳамин роҳбари давлат мегем мисол президент мегем барои халқиш ки якҷоя мисол дар куҷое ки боша бояд барои онлайнӣ хоки рӯи рӯшод халқиш баромад кунад вайда опут дар кора раҳмонов мебаранд як савол метиҳанд ягон проблема ё ягон камбудия ягон чиро саволаш метиҳанд то чӣ мекунад то оборот мегӯяд то и опут дар кора опути гап задан тайёр шудан дар кора фаҳмид як дуюмаш ки раҳмонов диктатора вай ӯ одам задагия проблема утра фаҳмидӣ одамои худши дар дури ватан мекушад дига чӣ вай ай одам ягон чӣ раҳм дорӣ ягон чӣ фоида дорӣ ӯ президент нет конечно ягон чӣ фоида нест ай вай фаҳмидӣ вақте зулм диктатор ша ай вай ягон чӣ кали фоида аст ягон гапи хушрӯ мисол зида дорӣ раҳмонов не вай одам давно вызов парпустагай халқи худша мефаҳм давно вызов парпустагай халқи худша давно ман ҳамтарем боратони марҳамат биёед мешапем калапуз бале бародарои азиз дуруст мегӯ ки раҳмонов бигем ки раҳм надора ба ин миллат нигоҳ бикунед ки домло абдураҳим ҳамин қасолаҳо қатъиш буд имрӯз хабар шунидем ки бигем ки маҳкамай вақте ки мо як хабарро мешунавем мегем бояд ҳукумат бирояд тасдиқ бикунад тарафдорои ҳукумат шумо дар киҷое мегӯянд гелаев қатъи домло абдураҳим қапидиянд маҳкам кардиянд ку бирои равшанӣ бидозе бигӯя ки не шумо дурӯғ мегӯед маҳкамшон кардагӣ нестанд озоданд ё ки ҳавои хушчон бирои як бор қатъи мардум бигем ки ҳамсуҳбат бишен бигем ки мардум бифаҳманд ки ҳо мо дурӯғ мегуфтем мо фан мекардем ин раҳмонов бовар бикунеда фарзандои худша ҷош биягу қама мекунад барои онам креслое ки шиштагиай бовар бикунед ин ба ягон нафар раҳм надорад ин агар раҳм медошт Сангак Сафарова авлод чагум намекард ҳозир Сангак Сафарова ягонча фарзандоша набераҳои Сангак Сафарова ёфта метавонед шумо каллан гумшон кард барое ки оно қасд мегиранд ай раҳмонов як одами қасдгир як касан ки домло абдураҳим ки буд Карим Раҳим Таҷикистан агар
در OBS بزنش میبینیش، با زبان روسی گپ میزنه، اون همون انسان. بدونیم دستگیری کنین خلق مردم مهاجر جای دو باشه، بدونیم با دستگیری کنین یک برنامه سواباد آزادی چیزی که میخوای گپ زنین در همینجا. بله بیای پیشنهاد بکنید چیکار باید بکنیم، بیای نمیدونم اگر یکان کمبودی داریم چیزی که اصلاح میکنیم، بدونیم دستگیری کنین در همین برنامه خاطر وقت به طرف نباشه برادر عزیز. اینجا یک چند نفر در چینم داره فروخ نورزاد بیچاره خود زنگ زد نبرداشتیمش. آخه شما فقط در استریم میتونه که با چهره آشکار بیایی. من قطعی شما صحبت میکنم که در واتساپ قطعی شما اوبالای گپ زدن، برای که من میگم که یک آدمی که مشکلی نداشته مشکلش نشوه، این خیلی حکمت داره. شما فقط چهره خطی باید بیایی، خیلی آودیو ویدیو خیلی زبانو قطعی کو شما قبول نمیکنم. یکی نمی استریم میدروه مرده گوره میوه به داشتم به تأخیر صحبت میکنه غیر این صورت بگیم که یگان خلکی وای نیست. خب اینجا دا چی بود؟ محمد تاویف ندارم با برام نکرد برادر میوه اولی بافیدم کمی بنده اینا که چینم داره برادر این ای ریگاری برادرای دیگه هستن، بدون همین برنامه رو دستگیری کنین. همین که برنامه داریم باور کن. اسدالله علی بود. ما باید این برنامه ما نمره ادین باشه باید مخالف بودم. انشالله نه اکو برنامه که محمد بول و عادل نه که پروسه که ما این برنامه چیکار بکنیم با مثال دیگه خیلی دا باید نخونده. انشالله هم یک ماه در روز 3 بار برنامه بکنیم انشالله که مردم دیگه بگم که میاد جای گپ شه. نه چوه وای گپ دوای نیست برادر که یک ماه 3 بار کنی دیری بعد میشه. یه هفته ده 3 بار کنی خوبه. باور که اما ده 3 بار کنی вообще دیری بعد یک روز вообще بعد دیگه حیاتشون میبره دیگه برنامه هم بعد دیگه. نه در یک هفته 3 روز، روزی بگیم که سه شنبه، پنج شنبه، شنبه، روز شنبه بگاه میشه. این روزاشا بگیم که با وقتی اروپا ساعتای 2 سر میکنیم انشالله که 2-3 ساعت در برنامه میمونیم. اگر بینیم که مردم صحبت بکنه ما تا ساعت 6 هم میتونیم صحبت کنیم. اگر مردم بگیم که نباشه ما همین 2 ساعت انشالله که بگیم که اگر که گیریم مثال اگر که گیریم شما از اروپا شما دوز اروپا ساعت چند شده که روزی هم دانیم همین ساعت 7:30 пейни, мода 4:28, ними 5 шит. Московское время, да? Али рахматуллах, ничего не говорю. Салам алейкум. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. ما هم جوگیای چی جلالدین باقی میشه. مرحمت برادر یکون سخن داشت باشین گپ زنیم. ما هم سخن فقط الله قوت ممتیه. برای کارمون اتیا وطن اخت کنیم تمام. وطن انشالله свободе میشن انشالله برادر همین. کم ترک وقت داشته نه که ما همین حاضر و ناظریم. در کجای باشین برادر در کجای باشین یک دیگر جان بفهمونین یک جا شوین. بله. اکتیپشن نکنین. چیز کم بوده بیای مثال اکتیپشن نکنین یک جا شوین. انشالله خدا. من همین لبای برم حاضر و ناظر. آیا الله ترسین. ای بنده شگان وقت نترسین. تو چنده که همین ترسیدی میکنی که تو چنده هم اکتیپ شدن نگیری هم چه بگم آدم بدرنگی بیناموس میشه میره میفهمی. دعا کنین همین ابوبکر طاهیرов تو
خیلی گفتی رسول رمزی پا پوتل خیلی یا که درست بنویس کامنتاریوتا یا که محقلت نیسته ما خواهش میکنم ده ما یگون نفر مجبور نمیکنیم اینجا یگون چی بیا بنویس یا که برو یگون چی بگو. برادر عزیز ما فضا را آزاد گذاشتگیم که شما بیای یک بگیم که فکر نظری برادر عبدالخلیل همین مدیریتور دور بگی همه رو удалить که заблокируй که بروا نه خیلی نگاه نکن یا تا دو تا سر میکنه جزیر میکنن همون چهار جزیر میکنن بعد سر میشه اکورات تانا و بعد دیگه گپوی بیزه و قاش پاش بگی هم جوش заблокируй همون одан мард боша мардак мужик боша будронем стрим та мисол тага тарафдор раҳмонов лицо қади гап зан агар мисол мухолиф боша пушти экран гап зан ҳамин барномаи свободне чанд намуд худаш дисциплина дорад барнома чанд намуд ай пушти парда пожалуйста пеши раҳмонов гап мезанем мисол будро лицо та қади гап зан ҳеч кис намега кохе иншолло раҳмон раҳим ман ҳамин ба лицо гап занда иншолло ками дигаш мон بعد بالت سو گاب میزنم حضورش همین پشتی پرده گاب زنم این بدبختان برادر یک گپای کی برادر گوش کن прежде чем як кора мекини 100 бор фикр кун фаҳмидӣ выгодти да боша на дигороза фаҳмидӣ ҳазор тоора бурдан маҳкам кардан ҳеч кайдашон кор наёмад фаҳмидӣ агар ҳадан наша як мисол выгод да худат боша да дигаон набоша прежде чем як кор мекини ки мисол чӣ бугум мисол ушерб наёрид фаҳмидӣ як кор мекини фикр кун фаҳмо ту дар ҳамин роҳи пака дар ҳамин пиши экран бес ҳама чӣ вақти саат дора ҳама чӣ вақти саати шид баъд ман мебурам баъд дигоша мебуроя фаҳмидӣ вақти саати шид адан нашам вақти саати шид баъд ҳазор миллионон рӯи рӯшод мебуроям дига я ма утине ҳазор миллион тоҷик рӯи рӯшод мебуроя фаҳмидӣ ҳама чӣ вақти саат дора худаш ками дига мода ками дига ягон ваъда наша як коре мекунӣ аввал сначала я и сус ҳамаша я анализиру ту фикр ту фаҳмидӣ ягон вақт мааш хай бародар абдуалим дар паноҳи аллоҳ худо нигаҳбон. хоб инҷа як бародар навистааст ки айкулоб ягон нафар ҳаста. ман бародари азиз нафарҳое ки ба ман занг мезананд то ҳол ман нагуфтам ки киҳо аз киҷо ҳастанд. бародар ҳамин абдухалил дар байни гап буд медрум ҳамин маҳаллачигӣ айбайн рава ҳамин ай куллоб ай душанбе фарқ надора ай африка индия киҷое боша як миллатем як ватан дорем ҳамин чимон як раҳай тамом дига будро выступление таки будро гап зан ай куллоб ай чи бародар и вақто гузашт рафт мо бояд объединиться шем тамом якҷо шем ай киҷое боша набош ай кадом маҳаллае боша мо бояд якҷо шем тамом ма ҳамира ҳаме мада маъқул нестада аиҷа ҳаст аиҷаш ҳаст ай ноҳия ҳаст ай дарвоз ай деҳа ҳаста ягон ҳаста ай ҷои мо ихали қати мо инқилоб карда наметавонем хеле мо ай ҷо шуда наметавонем фаҳмидӣ уже маҳаллагӣ чишидеста ихали мумкин неста барномада дисциплина шумо ки абдухалил мисол бояд чӣ кали дисциплина боша барномада ба кадом роҳ мо бояд бироем мисол гап занем чӣ кай гап занем фаҳмидӣ маҳаллагичӣ бояд ҳаминҷо стоп шавад дар кор неста бародар чери марди машоалло будро атшерд агар дига миллат ҳам боши дар тоҷикистон зиндагӣ дори шаҳрванди тоҷикистони ки ҳамо группи 24 дисциплини дорад там ҳам дисциплиното дар ҳаминҷо ҳамаша чотка ясна буфаҳмон тамом фаҳмидӣ хоб ин марда камерата мекишӣ ё ки не умаров камерата бикиш қабулат кунам ё ки ҳамин хеле мехоҳӣ суҳбат кунӣ аввал вибри худша свободи худша медрои гап мезана камера худби камера худ хоб салому алайкум алло ассалому алайкум алайкум салом камератона мекиште хеле хуб мешид не яке дига намеброя бе ташвиш камератона ӯй кунед дига дар экран дига намеброед
بدون دستگیری کنیم برادرها اکتیویتی نکنیم وقت ساعت گذشته است وقت نترسید ترسمونیم ترس تو که ای الله تمام فهمیدید ترس ای الله با یک دیگرتون یکم وقت نترسونیم چیزی میشه نترسونیم خیلی با فانتاستیک نگین که ای توتای خب لایک من گاب نزن کی короче طور вообще то чанде ki tartide to чанде ki tarsonchak shirin to чанде slabimi solmeshun merem фамилия من برداشت چسب. سلام علیکم صدای ما هست برای شما الو السلام علیکم اکا الماس و علیکم السلام سوزی اکا سلامت چطور سوزه تشکر اکا الماس گفتم میدونم که همین برنامه‌تون بگه ها کنه بگه ساعت چند не якоз ам барномаи ки то саат 10 шава то саати 12 шава давом мекунад просто акамо даъват кардем ки ҳамушон уже барнома нигоҳ кунеда кадом соатҳо дар шумо писанде ки ҳамин барномаҳои мо бошанд саати 6 бега бале барое ки мо оилавӣ гӯш мекунем инамҷа роса дар коран бегаҳ мебиён оилавӣ фақат хита гӯш мекунем ака алмаз мо тарафдори тем амҷа ҳама каса мо ҳамин иҷдаъ дорем ки кай инқилоб меша қатъиян мардакам худу да овоз доданем тамом кор ту ҳалай ман хоҳиш мекунам ки нафарҳое ки се фарзанд ҳастем моро дастгирӣ бикунед иншаалло ки ҳамаи даводаи мо барои мо ҳамавақт медроем қадр карда шаванд то дар садсолаҳои охир бигем ки зани тоҷика қадр накардан ҳукуматҳое ки буданд мо мехоҳем ки ҳуқуқи зана боло бубарем мо мехоҳем ки занҳо бигем ки тане ки дар хона мешинанд бояд бигем ки барои хона шиштаншону барои шерои нар таваллуд карданашон бояд як маоше дошта бошанд иншаалло ки бо чиза дар ниятмон ҳаст бале абдухалид чӣ гуфтанем ки ози ҳамин дани ма мен ҳамин шаба рӯз дар ҳамин ватанам ай беру ватанам ҳамин хоҳару модару апову хоҳари ҳамин мову шумо камтар ба ғайрат шидаганд чена ҳамин муҳоҷиру чама дига кас бале воқеан ҳам занҳо зиёд мебуроянд иншаалло худоаш шукр ки занҳо зиёданд мебуроянд бигем тамос мегиранд ака дар стрим уқаку камтар метавонанд неки дар танҳоӣ занг мезананд иншаалло ки хеле апоҳое ҳастанд ки мубориз иншаалло корҳошона мекунанд дар стрим қинда ака ҳамин дуромаданаш беҳад қинда ҳамин ҳози чихеле ки дуромад хай гуфтум бугум шумо кам барномаатон бегаҳо куне нағзайда тамом иншаалло ки фақат рӯзҳои сешанбеша мо дар рӯз мемонем барои мардуми тоҷикистон рӯзи панҷшанбе рӯзи шанбеша соати 6 бегоҳи аврупоӣ сар мекунем агар бигем ки туғури бигирад 6 аврупоӣ иҷо уже почти саати 8 чӣ меша москва мешуда барномаҳо беҳтарина ака алмаз ба худо ҳами қати мардакам фақат хита гӯш мекунем аввал ман лайк мемонам ба телефонам ба медуроем ба телефони мардакам тамошо мекунем мардак ман лайк мемонам дастотон дар накуна хоҳиш мекунем ки бигем ки моро дастгирӣ бикунен дастгирӣ чия мо намегем ки ягон нафара моро молӣ кӯмак бикунад моро обуна бишен моро лайк бимонен навори моро ба ёру дӯстотон бифиристен иншаалло нафарҳо пайдо шида содиянд суҳбатҳо зиёд шида содиянд мо иншаалло сари як масъала меоем иншаалло ки як рӯз мо бигем ки дохили тоҷикистон мерем иншаалло ба раҳмонов даст ба гиребон мешем мо боварӣ дорем акай алмаз мо фақат ҳамин худуда чӣ шудагем ки ҳамин агар интихобот шавад худуда овоз метиҳем акай алмаз ҳама каса оилавӣ ташаккур бигем ки дигар нафарҳо ҳастанд афа иншаалло ки мо фикру назари шуморо фаҳмидем иншаалло ки мо бигем ки вай мекунем
سر این عبدالخالق مسئله برادر یک گفتنیم همینجا همون باور که همین ابیشت کرده که 500 سومون دیگه همه اویله همون زنکوی که چیز اویله داره که بودگانم دیگه همه چیز در گلاساباد میکنم تمام уже. Так что теория бина که майли акай алмаз барори кор шумо да пешравӣ муваффақият худованд ба орзуотон расонатон. ташаккури зиёд иҷа нафарое ки моро дастгирӣ карданд, моро бигем лайк монде. бародарои азиз, дастотон дард накуна. бародарои азиз, мо чанд дақиқаи дига дар инҷа дар барнома мемонем. касоне ки мехоҳанд ягон ҳозир садои ман нест? صداست иншалло ки мо чанд дақиқаи дига дар барнома мемонем, пас он бигем худоҳофизӣ мекунем. ба ҳамин хотир бародарои азиз бетараф набошед, бигем ки моро дастгирӣ бикунед. биёен фикр назарҳотонро дар коммент бинависед, ё ки рақамҳои телефон дар бигӯши строка мондагия метавонед ки шумо вориди студио бошед, ё ки дар ватсап бинависед. иншалло ки мо дар тамос бишем, сари як масъала биёем. мо ҳадафмон сарҷамъии мардум аст, ягон чизи дигар не. мо танҳо мебироем дар барномаҳомон чанд камбудиҳои ҳукумата мегӯем, бигем ки мехоҳем ки ба мардум раҳ бидиҳем. мардум бидрояд як кас дарди дил бикунад, як кас бидрояд таъриф бикунад ҳукумата. бояд ҳукумат моро дастгирӣ бикунад. воқеан ҳам ки мо бигем ки фазоро озод гузоштем барои дигар нафарҳо ки меоянд танқид мекунанд, таъриф мекунанд. ба ҷои ин коршон бигем ки моро бигем ки ё ки хоинмон мебуроранд, ё ки намедонам ягон чизи дигар. ки ман на сарзамини тоҷикистон фурӯхтам ки хоин бошам, на буҷаи тоҷикистон ягон дирами дизида бошам ки ман хоин бошам, ё ки ягон сирри давлатӣ дар ягон давлати хориҷ фурӯхта бошам ки ман хоин бошам. хоин раҳмонов аст ки сарзамини моро дар хитой фурӯхт, ё ки дар қирғизистон. мо хоин нестем, мо ватандӯстем, мо миллатдӯстем. мо мехоҳем ки барои раҳмонов дорам хеле барнома ки бигем ки дар солҳои оянда ё ки дами 1-4-5 солада битона мардума полни ба себе таъмин бикуна, битона мардума кӯдакпалӣ бития, безработиес бития, маоши хуб бикуна барои мардум, намедонам об свет, намедонам оби гарм, оби хунуки свет, ҳамин чизоро таъмин бикуна ба мардум. خیلی برنامه کدام برنامه ها شما بازم میخواهند که در همین قدرت بمانند. شما من سوال به همین مردم است که من میخوام همین سوال از مردم بکنم که همینا چی وعده میتین به شما که شما بازم بگیم همون طرفدارای حکومت که شما بازم همین رحمان فقط فرزندش بگیم قبول داره. بله برادر بفرمایید. ҳастан ҳамгоз дар студия аст, қабулшон ки гап зананд, просто вақт мегзарада. бародари азиз, мутаассифона ҳамн саволе ки он гапи худ гуфти ки барои чӣ ки ҳам тарафдори раҳмонов ки гап мезананд, тарафдори раҳмонов ҳамаш дар дуруи тоҷикистон, дар дуруи тоҷикистондан кор мекунанд, ҳамун ҷода мисол мушкилишон шуд, ҳамун таъриф карда мегарданд. чӣ хеле худ ба чӣ хеле худ сухан карда ки чӣ ном дора, як дастае ку аёдум биромад, номаш чие вай? такси мезана, ҳам кор мекунад, чӣ ном дора вай? исфандиёр. ҳамин ранги исфандиёр ҳаминҷо кор мекунад, баъд ҳамин таъриф карда лесида мегарданд, дига проблема нест.
تمام نه باید که هم برادر عزیز باید همین شهروندان تاجیکستان همش باید رنگ همون اسفندیار زندگی بکنن. زندگی خوب داره اون مردک. اگر من هم بگیم که هم خلقی زندگی داشته باشم یگان محل بگیم که این مردم باید حق خودش طلب بکنه. اون مردک حقش طلب کنه، حقش بس در گپی کده در گپی کده با همه اتیت میتیا بس که روزی نگاه که خود رنگ اسفندیار ممکنه که 1000 تا باشه در دوری هم وطن در دوری تاجیکستان نیواژن در کجا هم تریتوری تاجیکستان یک تو وقتی دیده سی که چیکار ظلم پولم رفته استای در دوری وطن правильно چیکار رفته استای несправедливый ظلم مثل همه کارش شده استای غریب و دوزام چی دوزی گفته سی که مگر رنگ اسفندیار هم خیلی اسفندیار اوره زندگیم ساز باشه چوا او تو فکر دیگه رو نمیکنی تو دلت برای خلق نمیکنی 1000 خلق تاجیک در عذاب در غریبی در عذاب چیکارش دسای در دوی تاجیکستان دوی وطن مثال справедливость ظلم ایش خاور балош همه چی شده استای چی در کاره همین خود просто میگه که دا ما باید چیکار در همین راه برآمدی یک فکری کنیم که خلق باید свободный شو آزاد شو فهمیدی دزی و غریب و همین ای بین راه وای آدمو چوپلوسان آیا همین خیلی هم میبرن مثل праворечен да مثل چیکار بگم میبرن против همین مخالفا گپ میزنن خودشون نشون میدن در پیش همون مثل کارگران دولت در پیش دیگه خودشون شیرین میکنن просто چوپلوس همین را داره وای زندگی خودشونه وای بیناموسن بیناموس آدم وقتی تو تاجیکستان ساعت راگستان ماچتا محکم کردن ایش کردن چیکار نکردن против اسلام فهمیدی تو وقتی سخن نکردی разве ты مسلمانی нет конечно وقتی سخن نکردی разве мордаки нет конечно просто кому будет их иначе мы میبینیم که آیا چوپلوسن значит بیناموسن فهمیدی مسلمان نیستن فهمو برادر عزیز مسلمان میگم اول استوریا که همین داملا عبدالرحیم قطی گیلاєв مثال در زندانن مثال بردن حبس پیشکیشون کردن نگاه بکنه که همین انسان ها چه میلسیدن چه لگن برداری میکردن رحمانوف با یگان کس را هم نداره اونو چیون داشت یک بلاگر دیگه داشت دنیا را میجمون و گفتی خود چو پیشوای بگیم که بلاگرا بود یا ریشدار ادیبک باختری مثال اونها بور زندان کرد این رحمانوف همه تونالی نهی بگیم ماله وارا زندان کریا سو زندان کریا سو پاس میپرویا نوزادش اینا وقت ساعت داره شما تا همون وقت ساعت در همینجا همین پشه شیده میگرده بعد یه روز میبرن زندان تا میکنن جونی شما عبدالخلیل برادر دارم گپ میدرون میگه که دا وقتی که ما برام تاجیکستان دا وطن بس چی اومد یا بس پیش ما اومد خب نگاه بکنید که ما چندین بارها پیشنهاد میکنیم که مردم شریف تاجیکستان این حکومت ظالم حکومت داره هم باید خوب بفهمن که تو بگیم که رستم این میخواد رحمانوف بیاره به سر قدرت تا رستم آوردن چند پکلین تا تازه میکنه به همین خاطر بیای ای دست شما ها میای یگان کار بیای با ما بپیونده این رقمای تلفن ما هست شما نگه که با ما نمیتونه پیوسته من با نفرهای صحبت دارم به همین روزها که یگان آدم اونا رو یگان چی نمیگه یا که من سوم روان میکنم به هم یگان نفر که در داخلن یگان مشکلی نیسته ولی مردم میترسن که خیلی و خیلی یگان گپ نیست درسته اگر یگان نفر نفروشد یگان نفر بز نباشه قطعی نگه که همین قطعی همه آدم هم خیلی همکاری میکنه باور بکنه این حکومت او قطرقیش پیش نرفته که اینو شما را بیان بخپن نمیدونم خیلی گپا نیست درسته اگر 3 نفر باشه یا تا بگیم که حکومتی باشه بعد همون چند میفروشد که همین قطعی همون انسان گپ زده که غیر صورت اینو نمیتونن ما را گپامون گوش بکنن نمیدونم یا که حساب های بانکی روز میلیون ها سوم اروپا یا که روسیه با بگیم تاجیکستان میره کدمی هر یک کدمی اینو پیرواد نگاه میکنن
اینا بگیم که نبرات خرسند میشن وقتی که یک کس به یک کس سوم روی میکنن. اینا یگان محل یگان کاری نمیکنن که مثال یک چند بار یک برادر بگیم سوم روان کردگی بدست یک برادر مخالف رفتیم پولش گرفتیم. یک وقتی که نامرد بعد میفهمه میگیره و نکی رهاش هست. ما یافتیم الحمدلله رهاش. اگر بخوایم که کمک بکنیم یگان مشکلی نیست. یک نفر نه چندین نفرها پیدا شدن که نمیتونیم که بگیم که همکاری بکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. رقم‌های تلفن در بیگوش اشتراک هستن. بگیم که آبونه بشین در برنامه‌های ما. 300 چند نفر ما را تماشا داره. ما متاسفانه 150 دونه لایک نکردیم. لااقل همین برنامه را 150 تا بکنه برادرای عزیز که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده. ما بگیم که تا ساعت 6 حاضی ساعت اگر 4 باشه 10 تا کم 4 باشه ما 2 ساعت دیگه میتونیم که در برنامه بمونیم برادرای عزیز. اگر بینیم که ما را 380 400 نفر تماشا داره و ما بگیم 150 200 دونه لایک کردن نمیتونیم بعد دیگه بگیم که مجبوریم که برادرای عزیز خداحافظی بکنیم. به همین خاطر ما اگر ببینیم که ما را دستگیری میکنن بیننده هامون زیادن میخوان مردم میخوان که صحبت بکنن باور کنید روز شنبه من 5 ساعت ششتم برای که مردم خواستن صحبت بکنن لایک ها بدن. مثال من چخل شما را تنها بگذارم و برم وقتی بینم که مردم من دستگیری میکنن مردم میخواه که به هم دیگر صحبت بکنن یک کار نیت نیک دارن من آمادم 10-12 ساعت در همینجا بشینم و مردم پرتل بتیم که مردم برن هم صحبت بشون. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما پیشروی ما. خب یا رقص رحمان فبونم چی گفتی؟ خب یا رقص رحمان فبونم گلاب جان بجم بوم بدخشان زو نه شای ما آمده پاچای ما آمده شای ما آمده پاچای ما آمده چای ما آمده پاچای ما آمده. برادران عزیز نگاه بکنید که بگیم که با برای همین نواره با قدمه در بولش خیلی شاهی ما آمده پاچای ما آمده با موافق آمدگی های رقص های اینا را بینه مثال کارهایی که اینا نمیکنن. رئیس جمهور باید یک مایده کلتورنی باشه یک مایده خیلی رقاص نباشه. رئیس جمهور باید بگیم که یک کمی سریوزنی تر باشه. شما دیدگیه که در یگان جا که رحمانوف قرائت کرده باشه نام رحمانوف به حد نامی خوب است. امام علی شریپوویچ رحمان هر سه نام و فامیلیا و چیست باشن به حد نام بگیم که خوبن. شما دیده که رحمانوف در یگان جا با میگه که من فرزندی مسلمانم. شما در یگان جا دیده اردگان همین اگر دیکتاتور هم باشه بگیم که میبره با در یگان جا یک قرائت قرآن میکنه نماز میخونه. رحمانوف به غرض خانه خدا در یگان مسجد دیدهش نماز خونیشه. و همین خاطره که وقتی که نگاه بکنه که اگر پدر در خانه نماز نمیخونه فرزنداش رنگ همون پدرش میگن. اگر فرزندی که پدرش در خانه نوش سیگارت میکشه فرزندش هم خیلی میگه. باور بکنه این چیز خیلی تاثیر زیاد دارد برای جامعه. رحمانوف که بگیم که خودش رئیس جمهوره بچه‌ش هم میخواد که رئیس جمهور باشه. نه خیلی نیسته. این چیزها باید مردمی باشن. مردم باید انتخاب بکنه. مردم اگر اینا را انتخاب میکنه من گپ ندارم.
که من زیاد انسان ها با ما در تماسن، زیاد نفرها با ما صحبت میکنن، ایرنگ روی همین حکمت بیزارم. باور بکنی همین حکمت ها واپشه نمیخوان. زیاد نفرهایی که در داخل تاجیکستان بگیم که برادرای هر منطقه ها، من همین یک چیز نمیفهمم. مردم یکاترینبورگ زیاد ما را تماشا میکنن. متاسفانه من این قیار رفیق شناس ها، من میدونم که شما تماشا میکنه این برنامه را، یکی بروی باور بکنید من یک ناحیه دوردستترین تاجیکستان با من در تماسن، میخواهند که مردم که یک کار بکنیم. متاسفانه نفرهایی که ای ناحیه ما هم برادر میگفته بگیم که یک محل یک جا بدیم، بگیم که در تماس نیستی، به مهر نشوی رحمانوف میروه. باور کنی وقت کم موندگیه. رحمانوف میروه نه ما میبریم رحمانوف. انشاءالله روزش نزدیک اومدگیه. ما سرجه هم شیده سادیم، ما رحمانوف یک طرفه میکنیم. بعد این برادرایی که امروز در بری من هستن، بعد شماها بعد اگر که ما برات قطید بدیم در پشتی پرده، من امروز دیده سودم که در پشتی پرده ویدیو زوانوک میکنه قطیما در یگان جو چهرهش نشون دادگه برادر میگم قطیما صحبت میکنه. ما اومده ایم که لبای خیلی قطعی همکاری بکنیم، بریم رحمانوفا بگیم که برای محکمش بکنیم. من فقط قطعی برادرها اگر خستم رفتم یگان کار کردم، بعد من رنگ رحمانوف نیستم که تقابوزی کنم یا که جیانوم یا که تقایم یا که نمیدونم یار رفیقام، نمیدونم هم قشلاقیام، هم بگم هم سینفا و هم کورسایی که بدن هم نو رفتیم که با من در برم بگیرن. نه برادرای عزیز، حاضی محلی خیستانی مردم های حاضی اگر تدبری مایی فرد و قطی مایی غیری صورت ما رحمانوف یک طرفه میکنیم انشاءالله. نه که بعد این دنیا همه خیلی بعد ما خیش پیدا میکنیم، بعد جورا پیدا میکنیم. نه که من حاضی خبر میکنم که کسانی که حاضی قطعی منه فرد هم قطعی منه، کسی که حاضی نیست فرد هم قطعی من نیست. و همین خاطر به طرف نباشه، بیای دستگیری بکنه که یک کار کرده بتونه. من میگم که نفرها زیادن که این ناحیه‌های دوردستترین تاجیکستان با من در تماسن. شما بگیم همون نفرهایی که یک جا کلان شدیم، بگیم یک جا خوردیم، یک جا بازی کردیم، یک جا کار کردیم، متاسفانه امروز دوری نجویه. هزار راه هسته که با من در علاقه بروی رقم تلفن من همه سایت هایی که همین جوندورکایی که در شبکه‌های اجتماعی هست این چیزا من دارم. تا حال من در اروپا هم از نکلاسنیک استفاده میبرم. شما میتونه که ایمو پیدا بکنید، شما میتونه که تلگرام، واتساپ، همه چیز، اینستاگرام، نمیدونم یوتیوب، تیک توک، همه چیزا رو من دارم. شما میتونه که بنویسید در یک جا، انشالله که بگیم که یک چت آماده کرده سودیم که انشالله که در اونجا یگان نفر شما را رقم هاتون نمیبینه، انشالله که در همون میدان صحبت خواهیم کرد. همین خاطر به طرف نباشه، بیای یک کاری بکنیم. خب برادر عادل یک بار دیگه و خیال میکنم که برادر عزیز خداحافظی بکنیم بریم. باور که 2 ساعت در برنامه ما همجا تا 400 نفر تماشا من داره. متاسفانه ما گفتیم که برادرای عزیز 200 دانه لایک من بمونه، متاسفانه هم 200 دانه لایک نشده. که خواهش میکنیم کسانی که ما را تماشا داره بنویسه برادرای عزیز که ما همورا حیرانم که از میبینمش که همون ندرامده استایش که برام نکه استای راست ما حیران میشم. ترین درامدن یکان مشکلی داره برادرای عزیز. نه ترس خدا بترس بگو چی میترسی؟ میدی تو کای میترسی، تو کای میگریزی، تو کای خاموشی، تو کای عقبشینی میکنی، تو کای تلخ میشه. باور کده ای آدم خوبی امروز ما هممون میمریم خب چیکار در سرمون بیاید.
будроен дар ҳаминҷо иштирок кунен, гап занен, суханотона гап занен, бо камдари дига мисол бо чиқам тарсид ай байн мерава, фаҳмиде? Охай то кай метарсӣ? Ай худованд битарс, дига ҳеҷ кас натарс. Чизе ки дар сарат мебиёяд ку вай ба розиги худованд ай, натарс. Будроен иштирок кунен, барномаро пеш барен. Чизе сухане дошт боши, ҳамин гап зану. бародари азиз, як дақиқа. Ҳамиҷа ман хоҳиш ҳамин бародарое ки касоне ки моро тамошо мекунанд, шумо ай кадом шаҳру ноҳиёе ки ҳасте, дар Русия, дар намедонам дар ҷое ки набоше, бигӯ ки кадом соатҳо барои шумо мувофиқ аст ки мо барномаҳоамро пешниҳод бикунем ки шумо битонед тамошо карда. хоҳиш мекунем ай Русия боше бинависе ки ай соатҳои чанди бегаҳ. Ман ҳамин ки Абдухалил гуфтум, ман шуморо гуфтум ки мо як да мисол дар территорияи Россия беҳада чи муҳоҷир бисёр ай, халқи химон тоҷик ҳамватанамон бисёр ай. Саати 6 Москва мисол 18:00 метавонӣ барнома то саати то саати 10-11 шава мисол барнома пеш мерава, хеле бо рӯшантар мешава, бо хеле гармтар, бо хеле мисол чӣ бугум бо маънои барнома дига мешава. Просто мо гап дар вай нест ки саати чанд. Одаме ки мефураш ки дар ҳамин роҳ боша вай дига саат минута нигаҳ намекунад. Омада гап задан мегирад, чизе фикр боша фикршо гуфтан мегирад. Про ҷа гапа ки метавонӣ ки ҳамин халқи мо бисёрш барои чӣ метарсан, акчи намекунанд. Зиндагишон ширин ай, фаҳмидӣ? Зиндагиро дар ин дунё қабул кардагияну зиндагиро қабул кардагияну ай тарс метарсан, номусиро қабул кардагиян зиндагиро, фаҳмидӣ? Фақат ҳамин дунёшоно фикр кардагиян ки барои чӣ? Барои чӣ ки уже ҳамин дунё ширин шудагиай, зиндагишон ширин шудагиай, пул ширин шудагиай, фаҳмидӣ? Инеро фикр намекунанд. Марг ба одаме ки метарса, фаҳмидӣ? Худча пайрави Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд. Даже вақте ки просто ку иже туғри намеғалта, фаҳмидӣ? Вақте мусулмон мегирӣ, ту будро гап зан, ай пушти парда гап зан, натарс, пешравӣ кӯ. Значит, ту мусулмон нестӣ, значит, ту метарсӣ, значит, ту меги, хеле герой мегирӣ, хита пушти экран, мисол хаб мекунӣ, мегардӣ, фаҳмидӣ? Хита герой мегирӣ. Просто агар одами хеле баномусу нанг нотар бошӣ, будро барномаро пеш кун. Салом алейкум, бифармоед. Салом алейкум, акай Алмаз. Ва алейкум ассалом. Валейкум, бародар дуромад ку, валейкум. Сози бародар номиш чие намедонам, сози ту бародар хитам, хубӣ? Ешарама, бародар ма одил, ҳам баромад кардан гирем бародарҷон. Бародарҷон, Аллоҳ ҳифзут кина, Аллоҳ нигаҳдорут боша. Бародар Алмаз худут сози бародар. Раҳмат ҷура. барнома дар бораи чи ай? Ман дакор кор карестам, инамҷа оз дуромадам ки мардум метарса гуфтесен, дар ҳақиқат мардум вообще мехе мирғешдаги ай ки. Бале, не, бародар як секунд бахшӣ дар байни сухан медурам. Ма метарса ҳамара нагуфтестам. Худут фаҳмидӣ ки кадоме ки актившинӣ дора, правильно? О, конечно. این کار خوب نیسته. برنامه درباره چی ای؟ درباره مردم جمع شدن چی گپی باشه؟ من حوزی در اومدم کار کردم. کار کردم. اکی الماس؟ الماس برنامه رو پیش بر برنامه رو پیش بر برنامه رو بچه‌ها در اومده گپ زدن. بعد او پشت اکران گپ میزنه وقت ساعت چی برادر. Серьезный шаг, контракт серьезный, бахаб дисциплину тому мисол, ограничения ки фамилия и барнома. Занг задан, дигар нашид ки унора ҷавоб надиҳад. Нашид дигар, ҳамин касе мефораш будра пушти экран гап зан. Чо плюс руй шо тамом. Бародар Одил. Лабай, лабай. برادرجان یعنی اکی الماس در نمروی من دنگستین آنش آور امومالی لعنتت کنه الو من وابچه نمیترسم والله قسم همجا من روم تو رفتنی من یگون چیز من روم هم بیگزار کم همی نابود چام آنهی ویا اوبر من کوری که اگه من بکنم امومالی بس برادر یگری یا اشکت همی اکی ادا نشه برادر یا خود توقع دست یگون کرنمی بفهم وضعیت وزمی نکن بیست توقعت ما هم هستیم پشت اکران برادر
خدا شاهده کو خداوند شاهده وقت ساعتش میشه کو وقت ساعتش میشه میاد جای توقعات کمتر количество بسیارتر شود توقعات کمتر دیگه مثال بسیارتر شه وقت ساعتش میشه برادر این نمروی من گیر این از من کارکرستم اکی алмаз номеротон همش هست من связь любое время در کش любой так связь میبرم проблема давай نیست проблема هدا شدن در کنه کمتر без که ما якам количество مثال دیگه که شود جمع شه بعد میشه همش دوگری میشه قسم به عظمتی خدا من کو امامعلی من ضد امامعلیم вообще اینجا مردم میترسم من вообще نمیترسم همین تو مردانوار نر بوری همین ضد امامعلی سگی تمام باید من که تو گپ زنم باید کدام هستی алмаз میدونم باید من گپ زنم باید من دونم باید دیگر مونا دونیم این خیلی نمیشه سیفتی کردیم نخواهد چوپونی لعینی پویلیچی لعنت کرده ای بیسوادی لعنت کرده موی تو سیفه سو موی پودوانی کرده گرده نه کوری نه نیست نه انشالله درست بیدور کردن در کردن شاوت دعوت کردن در کردن بیدور کردن در کردن برادر فهمیدی هم کسا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سوزین خوبه برادر و علیکم برادر سوزی و دیز برادر تینجی الماس کی آواز برادر هم برنامه تا بیگه آدمونی نمیشه بخشش ما برای مردم موافق است ما انشالله که من برای سنجش دارم بازی برنامه بودستم کدام محل من میتونم بیننده ها را پیدا بکنم شما بگه که ساعت 6 ساعت 7 انشالله که ما بگیم که میگذاریم برنامه را همون چند 3-4 ساعت صحبت میکنیم برادر امروز هم برنامه را دوام ته برادر رو بخشش ما 15 میلیون پس ای برنامه میبرم обязательно با داخل میشم بخشش ده تمام گپ نیست обязательно داخل میشم 15 میلیون پس ای مغازین میرم میومم تمام گپ نیست الماس دیگه برادر همون وقتی که این برنامه رفته سای کم کم همین باینده چی که حرکت که کی اینایی چی که با هم در داخل سیاست گپ زنه که او که بچه‌ش نماز نمیمونه خوندنی یا که او سیاست ایت برنامه ایت سیاست چیسته در باره سیاست گپ زوخی و که او بچه‌ش تریه او تشم هم تری میشه و بچه‌ش تریه بچه‌ش هم تری میشه نه یه چیسته سیاست چیسته پابراتسکی گفته همین یکمش دیمش همین چی که چی میگمش همین با وقتی که کم کم هم خودمون هم باینده همین یگم افیروی که نمو جنویتی هم چیزا را بمون آخری تمام سیم خوش واتساپ هم روان بکنه برادرایی که همو داخل چند نفرها وعده کردن متاسفانه روان نکردن من خواهش میکنم که چند کارها را روان بکنین این چاپلوس با تلفن کرد فروخ نورزاد من ترا قبول کردن تا اونجا در افیر میدروی در استریم میدروی چهره قطعی گپ میزنی این خیلی کی نیست که شما یکم عذر داره که شما عورته که بگیم پشتی پرده صحبت میکنی برای مرده گوره شما بگیم که حکمت پشتونه که شما ترمتانه میکنن وقتی خطی ما صحبت میکنی به همین خاطر باید شما برای به چهره گپ زنیده مردم شما را بشناسه که شما کیه اگر وقتی که ما اومدیم باید انشاءالله که سلامتون بتیم هدف این همین چیز یکم چیز دیگر نه تشکر زیاد برادر وطن 665 بله زنده و سلامت باشه خدا نگهبانتون باشه تشکر خدا نگهبان خب ابزنم باز همین برادر همین مصطفی برادر عزیز خواهش میکنم که بیا کوتاهش بگیریم که باور که من فکر کردم که مردم میآیه که صحبت میکنیم که اوقات بگیم که بیننده ها رو هم کمن باور که گفتیم که همین برنامه 200 دونه لایک متاسفانه بگیم که ما 150 دونه لایک نکردیم خب تقا بفرمو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام شنونده ها الماس تو به همیشه به پیش من شما رو دعا میکنم دعاگوی شما هستم دعاگوی اصلا عدالت در
توجیکستان هستم. بعد دعاگوی هر یک فرزنده که همچون انسان وجدان دارد برای خودش بها دهد که همون کاری میکردگیش چاپلوسی نیست، از روی عدالت سخن میراند. برای انا همین ها دعا میرانم. بعد من گفتنیم که پیش از همه همون امام علی رحمان هم اگر یک به هر یک فرد توجیکستانی که سوال دارد برای دو یگان تیوه محکوم نکند، دشنام نکند. من هم دشنام نمیکنم. من یگان مراتبه همون امام علی هم دشنام نکردم. قطعی من سوال جواب کند رو برو، خانم ویران نکند، خانم نسوزد، مرغ برین بالم نکند. برای دو در سوالای من جواب دادو عیبش با گردنش گرفت، قطعی همین هم صحبت میکنم. لیکن این بال شکند مردم خانش ویران کند، این نوعدالتی. اگر چوپان باشد و در تاجیکستان پریزیدنت با عدالت باشد و کاری مردم به پیش رود، از دانشمندها استفاده برد و تاجیکستان آباد میکرده که یک چوپانی با عدالت پریزیدنت باشد، من از این امام علی پریزیدنت بودنش از همون چوپان راضی میشم. من نمیگویم که تو یک بی‌سوادی. برای من آداب داشته باشد و غم مردم خورد، مردم همچون ناخونی دست خودش بداند که از همین مقطعی همین مردم من زنده هم، از زبانی همین مردم من سخن میشنوم، از دهان همین مردم من نان میگزم. گفته فکر میکردگی پریزیدنت باشد، من قطعی همونم. اون چاپلوسانه که اینجا گپ میزنن شما خیلی که فکر خودتون رو بیان کردنی بودید، دیگر خیلی بیان کردید. او بچه گپ درست زد که تو حاضر گفتاری که او تاکسیست حقیقت زندگیش نغز، من هم زندگی همین خیلی. شما در همین معنا گپ نزدنی بودید، لیکن اشتباه کرده موندید. اگر در تاجیکستان همه تنج باشد، زندگیش نیک باشد، به چاپلوسی اگر حیات میبرده باشد، رونگری نکنند. اگر پدرشون باشد و خطاکار باشد، گفتنشون در کار که پدر جان من شرم میدم، از همین رفتارهای تو شرم میدم، از همین دروغ بی اساسی تو من شرم میدارم. مردم میگوید که تو فرزندی همون دروغگویی. میگوید گفته اگر خلاصه میبرآوردگیش باشند انا این دیگر گپ. لیکن در تاجیکستان یک بیوه یک بیچاره، انا حاضر نگاه کنید که همقدر برق میدوزدند، هیچ که به یک جا وای نمیشد، محکم نمیکنند. بیچاره همون کامپیره یا چی های و جریمه میکنند و میکنند. برای انا همین چی ها این بی‌عدالتی حقیقت. سدیس چسب بیدیم سدیدید همین خیلی برای انا همین عدالتمند کار کردن در کار. اگر برای من فرق ندارد معلم باشد و اگر درس گفتن نتواند، او باید که معلمی نکند. چوپانی باشد و مال مردم برد ترکه کند و چوپانی نکند. این پریزیدنت هست، این وظیفه کلان دارد. این باید هر یک فرد تاجیکستان چی درآمد دارد، چی برآمد دارد، چی غم دارد، چی کلفت. اون ماشین ها چی شد؟ با وی ها همدردی بیان نکرد، به ایران همدردی بیان کرد. یعنی همین خیلی پریزیدنت داریم ما. مردم خود ما گپ نمیزند. کجا اینترنتتون کنده میشود، من سخن گفتن نمیتونم. بله تشکر زیاد. اینترنتتون کنده شده ایستاده است. نه اینترنت خوبه خیالی میکنم. اینجا چند نفر هستن. دعوت کنید مردم به عدالت دعوت کنید، ساز میشود. تشکر زیاد. انشالله که مردم یک روز سرجم میشه. امیدواریم ما کاری کرده میتونیم. در این فیلم بهتره هم سوسته من در کوچه بودم، برای همراه نشده بودم. تمام گپ نیست. خدا نگهدار. از من دعا، من یک آدم پیر، من شما دعا میکنم. تمام تشکر زیاد. بله. خب خدا نگهبان.
خب برادران گرامی قدر، باور بکنید من میخواستم که برنامه را کمی طولانی تر بکنیم. متاسفانه میبینیم که بگیم نفرها کمند. ما خواهش میکنیم که برادرای عزیز شما تنها در کمین نوشته بکنین که اگر در مسکو باشه ساعتهای چند ما میتونیم که برنامه آغاز بکنیم که برای شما مناسبه. تقریبا ساعتهای 5 6 بیگه، 7 بیگه، 8 بیگه، کدوم ساعت ها برای شما موافق است خواهش میکنیم بنویسین. ما میگیم که برنامه را همون چند بگذاریم که شما را مثال در وقتی کار نباشه ما شما را مثال ای کار محروم نکنیم. ما میخوایم که یک کاری بکنیم که فایده به شما بیاریم. ما اینجا برنامه بکنیم شما در برنامه مرا تماشا بکنیم و ای کار بمونین با اینشان قابل قبول نیست. به همین خاطر وقتای ساعت ها را خواهش میکنم می نویسته برادرای عزیز خوب نشید که کدوم ساعت ها ما برنامه بکنیم خوب است. من فقط روزای سه شنبه برای مردم داخل خواهش کردن که همین ساعت باشه. برای ساعت 5 تاجیکستانی برنامه سر میشه. بازی ساعت 7 شد به فکرم 2 ساعت این برنامه گذشت. همین روزای سه شنبه ساعتش ایواز نمیشه، نه که روزای پنج شنبه روز شنبه ما ساعتی بگیم 6 بیگاه سر میکنیم. انشالله که بگیم چند قیقی اگر مردم بگیم که بخواهن صحبت کردن و بینیم که برنامه ها را دستگیری میکنن برادرای عزیز ما میتونیم که 5 6 ساعت 4 ساعت بشینیم در برنامه مردم بگیم صحبت بکنن. خب برادران گرامی قدر، برای همتون تشکر زیاد. کسانی که لایک مونده، کسانی که بگیم که آبونه شده در برنامه ما، آبونه شدن برادرای عزیز فراموش نکنید. تشکر زیاد نه برادران بنویسن ساعت 18:30 انشالله که ما سر یک مسئله میاییم کار میکنیم که نه سیخ سوزه نه کباب. ای برنامه های آینده انشالله که بگیم ساعت وقت ساعت تغییر میتیم. روز پنجشنبه میشه، روز پنجشنبه ساعت 6 باشه، اگر همون ساعت های 8 شما میشه انشالله که کار میکنیم که موافق باشه وقتا برایم صحبت بکنیم. خب برادران عزیز بازم یک بار دیگه تشکری میکنم. اگر کسی را یگان گپی پست بلند گفته باشیم ما یا برادری کوچک شما هستیم عذرخواهی میکنیم. اگر ما کمبودی داریم برادرای عزیز رقم تلفن ما هست، کمبودی های ما را اصلاح بکنیم برادرای عزیز. دوستی من همون آدمی که من در روم میگه تلفن میکنم میگم که تو عمیق کمبودی ها را داری. من قبول دارم که تنقیت من این چیزا را قبول دارم، نه که مرد همون انسانیه که در تنهایی زنگ میزنه میگه برادر عزیز نمی کارات خطا. وقتی که من نکردم شما میتونه که برای بگه که الماسیم رنگم دیگراشون بگیم باید دیکتاتور دیگه بودیم. این چیز قبوله. به همین خاطر برادر عزیز رقم تلفن هست، بنویسین در واتساپ بگیم که آبونه باشین، بمونین، لایکاتون نوارا به یار دوستاتون بفرستین، بی‌طرف نباشین. خب برادر عزیز ریگری خداحافظی میکنیم. آخر سخن اگر یگان چه گفتنی باشی بگیم که میگم که یک مشکلی شدگی باید ببریم بریم. برادر الماس آخر سخن همین که دارود صدیق باش برادر، مردم جمع کرانگیر نمروی من هست در حدود افیر ساعت 7 ساعتی چوت میشه 7 تمام. روز سه شنبه ساعت 5 ساعتی برای درون تماشا کنن دیگه وقت ساعت 7 ساعتی ساعت 7 چوت کایده 8 9 10 11 12 5 ساعت دوام کنه تو 12 گروهی 4 5 ساعت بعد سایده ای 7 ساعتی اگر زور میشود مثال روزی من کور دارم مثلا بچه خوبی نمیگیره برادر جان. تمام برادر عزیز. الله نگهدار باشه برادر. خدا نگهبان. سلام علیکم. خب اینجا یک برادری ما مسکو کامنتی خوب نوشتی. همین کلمه ویا من خاطری همون رحمانوف استفاده میبرم، بلکه من اون نفر نیستم که
در سخنرانیم بگیم که وای خوش بکنم. وای چی معنی داره؟ من همی وای نمیفهمم. راست من هم گپی رحمانوف گفتم. من انشالله که وای کده گپ نمیزنم. خب برادران عزیز، یک جهان تشکر کسانی که ما را اینجا دستگیری کرد. بگیم که دستگیری کرد، دستاتون درد نکنن برادران عزیز. تا برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. سلام علیکم.